به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک آغاز میکنیم. برادران گرامی قدر، هدف از برنامه کردن برادران عزیز همین است که سرجمعی همین ملت است. ما باید هرچی زودتر بگیم که در تماس ببرویم به هم دیگر، بگیم که یک کار کرده بتونیم. باید ما بشناسیم. مردم ما دوران همدیگر را نمیشناسن. به همین خاطر ما یک طرز مبارزه را گرفتگیم که انشالله که ما درباره همون یک برنامه ای که برای همین مردم یک جا کردن انشالله که کار کرده شدیم. ما میخواهیم که همین مردم با ما در تماس باشه. برادران عزیز، انشالله که ما برنامه را آماده میکنیم. دیگه بگیم که شما میتونید که ما هممون هر وقتی روز میتونیم که در اون برنامه برویم بگیم که صحبت بکنیم. به همین خاطر من حاضر شعر بچه ها را تنها میخواهم که پیدا بکنم که ما یکون کار کرده بتونیم. انشالله که خیلی مردم زنگ میزنن بگیم که هستن. انشالله که روزی که برنامه تیار بشه ما بگیم مردم خوش میکنیم در اون برنامه دیگه میتونیم که هم صحبت شویم. به همین خاطر بی‌طرف نباشید، ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما چیه برادر عزیز؟ زنگ بزنین، بگذار لایک بگذارین، کامنت بکنین در زیر نوار. این همه چیز دستگیری از طرف شما، در یگان چیز دیگر نه. یک نفر میبروه میبینه درد دیلش میگه 10 نفر دیگه بیدار میشوه. نه، همین هدف برنامه های ما. من یگان عالم نیستم که مثال یگان نفر بگیم که من یگان چیز به آموزه. من تنها میخوام که مردم سرجمع بکنم برای اینکه یک کاری بکنیم که برای انقلاب کردن من سببگار باشم که همون انقلاب بشه. این همیقه یگان چیز دیگر نه. به همین خاطر دستگیری فراموش نکنیم. بگیم که با لایک با کامنت نوار به یور دوستاتون بفرستید. لینک در زیر نوار گذاشتگی برادر عزیز. کسانی که میخواهند که وارد استودیو بشوند، برنامه طولانی میخواهیم دوام نکنه. و همین خاطر برادر عزیز میگیم که در برنامه فعال باشین. انشالله که طول 1-2 ساعت در برنامه بعد خداحافظی میکنیم. به همین خاطر بعد آخری برنامه میشه دیگه باور که نمیخواهیم که مثال یگان کس دلش برنجونیم. به همین خاطر باید که مردم حاضر برنامه 60 دقیقه بود. من منتظر بودم که کی اونو خلاص میکنن که من برنامه رو شروع بکنم. مثال مردم اونجا بودن. باید مردم بدانن که کدام روزها کیها برنامه دارن. اگر مردم های مخالفین ما یا که مهاجرا یا که طرفدارای ما باید ایچ بگیم که انتظار باشن. برای خاطر به طرف نباشه برادر عزیز. بگیم که خب اینجا مدیراتورای ما اکا در گیجا باشن. مدیراتورای ما در گیجا باشن. خب خواهش میکنیم که برادرای عزیز اگر همینجا باشه مدیراتورها کمی چت نظارت بکنین. بعد خواهشم همین است که برادرای عزیز کامنت های خوب بنویسین که من بتونم اونا در روی اکران بمونم، بگذار مردم ببینه که شما چی میگی. به همین خاطر دشتم اخورت تحقیر نکنه برادرای عزیز. ما یگان ایجا مگان میدانی دشتم تحقیر کنی نیست. ایجا که مثال یک نفر بروه کسی چخیلی میخواه هم که دشتم تحقیر بکنه. باید ای دشتم ای تحقیر خودداری بکنیم. ما باید از حکومتی ها فرق داشته باشیم. این حکومتی ها است که بگیم که دشنام تحقیر میکنن. ما باید اینا فرق داشته باشیم. ما هم اگر دشنام تحقیر بکنیم پس بین ما و اینها بگیم که چیه. خب
کو عمر جان. سلام علیکم برادر عزیزم. و علیکم السلام. همه طرف خوبین در این غریبی ها؟ الحمدلله خوبه. خیلی برادر جان، برنامه شما درباره چی است و درباره چی گفتگو کنیم با شما؟ برادر عزیز، ما میخواهیم که مردم با ما در تماس بروید. انشالله که سر یک مسئله کار کرده شدیم. میخوام که مردم سرجمعی شب ببینم که ما چند نفرها هستیم. بسیار فکر عقیده خوب داره برادر. ما هم با همین فکر عقیده شما خوش شده به خلق تاجیک التجا کرده میخوام که سرجم شویم، برویم بینیم. اینکو حاضر تا حاضر آمده انکو همین روزای نزدیک خطی دینه بود یا فریر بود امام علی رحمانو خیلی میگن که پشتی کنی صلح و وحدت چی میگن؟ من میرم آزی چی نمیدونم بخیر اساسگزار صلح و وحدت هزار رحمت کلام اساسگزار صلح و وحدت ما اکو گفته همین انسانایی که همین گپ میزنن با شما همین عمر دراز سلامتی بسیار هم همین به امید مقصدتون رسه. اکو جناب عالیتون دیده ایستاده که وقتی که دیگه در مسکو اومد وقتی پیش هم خشمال میکردن عزت حرمت داشت. اکو یورزه اومدگی دیگه همیش که نمیبره اما باید برامده چی نمیدم دیرکتری ایرپورت یا که خطا نکنم یا که نچنگ اخرانی که ایرپورت انکو بینید که با چی درجه را آورده خلق تاجیک. خودتون دیده است که آوری ما را خود رزان خداوند آوری خودش هم رزانده ایستاده. نگاه میکنه که پیش وقت چه حرمت احترام داشتن، چه خیلی پیشواز میگرفتن، چه خیلی پادشاه گفته چه میکردن. این خودتون بین خلق که تا چی درجه را ما را آورد و خودش با همین درجه رسید. میگن که مزن به در کسی که میزنن به درک. اینم دوره آمده ایستاده که ما چی فخر کنیم؟ ما را میگن که ما خیانتکاریم، ما جنگ اندازیم، ما دیگه کارا. خودتون دیده ایستاده که دولت فروخته نمیشه، زمین زنای تاجیک ما در بدر شدگی، برادران ما در بدر شدگیان. موجیر زنی تاجیک. این شما اگر یک ناموس داشته باشه ده خلق عزیزمان التماس ده من بسیار وای نکنید پس نگویه که یگون حقارت‌های دوای بد نکنه. همین گفتنی هم دوای بد نکنه. تا چی درجه را ما رسیدیم که زنای ما رفتن مردکاری کرده ایستادن. بسیار چیزا من از زبانم نمیگرده برادر باور کنید. من بدرخشان تیوه نامتون چیه؟ من وزی عبدالله من عبدالخلیل جان. من برادر همین گپای من اگر نادرست باشه شما هر چیگی حقارت و درنه میکنه سری من قبول میکنم، بحث بر نمیکنم. ناموسی تاجیک تا کجا را آمده که بله ادبیات ما، فرهنگ ما، علم ما، زبان روسی میگن کلتوری که ما داشتیم، حرمت احترام و دیگه چیزایی که ما داشتیم باور میکنه اوزی تماما به همون نیستش اما خیلی آورده نموندیم. در نیستش هم نیستیم. ما باور کنه خفه نشوی خلق عزیز. برای که تو طفل نگیرید مادر دهانی وای چی نمیکنن شیرین نمیکنن. برای باید شما هم برای خاطر آینده خلق تاجیک خیزه شما برادرها همه طرفتون بس کنید بخیلی را، بس کنید گپای بد، بس کنید گویا که وای خیانت میکنه نه. این همینجا برادرها برآمدگیان بسیار شما من میخیل حس میکنم که برای منصب نیستن همین انسان میخوان که تاجیکستان ما آواد شما تمام مادهای مینرالی روی زمینی داریم، تای زمینی داریم، بایگری های خوب داریم. به هر یک منطقه خدای تعالی با ما بایگری دادگی ما گیریم دستگاه. جوانای ما بسیار متخصص خوب شدگان در اروپا کار کردن، در آسیا کار کردن. برگردیم سرجم شویم، مسئولیت کنیم. یگون بخیلی نه، یگون جنگ جهانی نه.
آودی زباد و فابریکا کشیم در همه تمام همین قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان همه چیزا رو نگاه کنه چه ساختمان چیزایی دارن همین حتی همین دیو رو گرفتن آوردن از دیو کردن ما یگون چی نمیتونیم که یگون کس دعوت کنیم یگون سپانسر کنیم یگون اینوستر دعوت کنیم یگون کار کنیم ما یگون کارا میکنیم مثال خلق عادی میگیره تقو نداره خش نداره برادر نداره میگیرن زواد و فابریکاشون دستاشون میگیرن حتی من شنیدگی دیدم که پمیدور داخلی چیز خودش آب خودش بانک ها قدسوس کردگی بود برادر ایران در این بیزنس آور تاجیکستان نکرد آمدن دست زدن گرفتن برای چی اینمی ما خپ میکنیم برای چی ما همین خود ما را به همین مشکلات روز تا روز آورده استودن تا حاضر نگاه میکنه که حتی که جناب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حرمت احترامش قدر یک قطره آب شده خودتون بینیدن یگان کس ما اینا نساختیم کو ما یگان نگرفتیم یگان پاستانوفکا کردیم یا که اسکوسینی اینتلکت کردیم خودتون دیده ایستاده همتون من همین گپا رو میخوام جمع شویم برادرای یا دیگر قضیه دستگیری کنیم تاجیکستان نابود کنیم که به مد دیگه کس نشویم همین گپا رو خواستم همین در گوش خلق رسوندم یگان جا اگر خطاگی باشه همه حق خطاگی داره بخشش خلق عزیز و برادرانی که مرا گوش میکنن همه شما حضور میخوام که همین قلب من در میکنه برای من خیلی عصبانه گام میزنم بخشش هر کس خطایی داره خطایی میکنه ملائکه نیستیم بخشش با یا بار دیگه بخشش تشکر. خب برادران گرامی قدر اینجا یک برادر نوشته است که شما مخالفان چقه رسول بدی کی بدی مخالفان مقصد شما یک جویا نیسته ما یک جویا کی میگه یک جویا نیسته ما یکان خیلی در یکان جو دیدگیه که مثال گفتگی باشن که ما اونو را قبول نداریم در یکان نمی گروه های مخالفین دیدگیه شما که گفتگی باشن که ما مثال قبول نداریم همدیگرمون پروست این فتنه ها را کوریدگی بودن نو ساو سیده سودیان انشالله که ما گزانه کسیل که انشالله که سرشون میکنیم ما یک جای یگان گرم خیلی گپ نیسته که ما بین خودمون یگان اختلاف نظر داریم بله که یگان اختلافات دیگر نیست نه ما بگیم که دو سه نفرهای بودن که همین کارها را میخواستن که بشوند خب من میخوام که مردم یک جای بکنم من میخوام اگر مردم میخواه که یگان کار بکنیم مهاجر مخالف نمیدونم طرفدار به طرف برادر عزیز رقم تلفنی من هست در بگوش استراکا میتونین که طریق واتساپ بپیونده انشالله که سر یک مسئله اومده یک کار میکنیم من میخوام که من یک مدت همین برنامه را پیش میبرم به همین طرز میخوام که بفهمم که چند مردم بگیم که ناراضه ای حکومت همین چیزا من میخوام بفهمم بعد مبارزه را انشالله که میبینه که با رنگ دیگر میگیره به همین خاطر خب نوشته است که یا برادر که الان از ما یک جای چکو کنیم یک جای برادر عزیز نه رقم تلفن زنگ میزنه سلام علیک من یک مخالف رژیم رحمانوف یا که یک طرفدار رژیم رحمانوف تمام یگان گپ دیگر نیست روز ساعتش میام ما یک برنامه در کار کرده شدم گفته شدم انشالله که به نزدیکی ما اینا توغوری میکنیم دیگه بگیم که مردم در اونجا میگذاره مردم میتونن که 24 ساعت اینش با اونش صحبت بکنن یگان خیلی وای نیست وای رنگی یک چت است مردم میتونن که 24 ساعت بدرن برنامه ریزی بکنن پلان بکشن چیکار باید بکنیم انشالله که دیگه بگیم یگان نفر شخصیت اون نفر رو نمیشناسه به همین خاطر
مردم میخوام که در همین چت جمع بکنم که یگان نفر ندونن که این کیه. مثال همون نامرات نمیبروه مقصد یگان نیک میمونی به همون نیک. خیلی که دوری زیلا بود مردم به خودشون یک نام داشتن. همون خیلی انشالله که ما هم یک هم خیلی برنامه تشکیل کردگیم انشالله که بر روزهای نزدیک بگیم که توغوری میشوه، بگیم که این مردمی که تا حاضر به ما پیوستن ما بگیم در همونجا داخل میکنیم، صحبت شروع میکنیم، برنامه ریزی و کار بار مثال همه چیزا ما سر میکنیم که ما باید چی کارها باید بکنیم، چی کارها را باید نکنیم. با اونجا آزادتر کمی صحبت میکنیم. این یوتیوب هر چیزا را اجازه نمیتیه بگی یا که یگان چیزا نشان دادندم یوتیوب نشان نمیتیه. اونجا رنگی تلگرام وره اونجا لبای کار کردن ممکنه. به همین خاطر ما میخوایم که مردم همجوری سرجم بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، بگیم که لایکاتون بگذاره. مورد 160 نفر تماشا داره برادر عزیز. دمن ای 200 دانه لایک زیاد در کار نیست برادر عزیز. 200 دانه لایک زیادی لایک نمونه، یگان وای نیست. تا آخری برنامه را لایک تبمون بعدی برنامه بگیرش یگان مشکلی نیست. همین 2 ساعت برنامه میکنیم و این مردم همینجا دا بگیم که یک بیننده زیاد بشوه خلاصه دیگه. اصلش او آدمایی که میخوان لایک بمونن بعدی برنامه ها بگیم که با چند ها دونه لایک 15 20 دونه لایک دیگه بگیم که یک دو روز دیگه شده بو میگیره. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، فکر نظرهاتون بیاین بگین، بنویسین در کامنت، لایکاتون بگذارین، آبونه شدن هم فراموش نکنین. خب علیف سلام علیکم، میکروفونتون بکشوین. علیف علیف اگر میکروفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام. سازه برادر، تشکر الحمدلله خوبه. گفتم بس یک سوال دارم. همی پیشکی گفتگی بوده که گروپ 24 همشه через суд меброрам. همون مقصد چی شد؟ بزیار شما قریب اومده این روز 13 ان شاء الله 13 суд نیست. با برام با چیزی میگم. من به گروه 24 یکان چی ندارم. من با جمشید کار دارم. جمشید پروسس تو استفاده کردگی. من گروه 24 پیشنهاد کردم که برادرای عزیز اگر پس همین میوی بگیم که شما هم قطعی همینه، بگیم که همتون همین استاتیا قطعی من دیگه میبرم. و همین خاطر بگیم که قوش نشه. من همین گفتگی بدم که وای تصمیم اونو میگیرم. اونو بخوان قای جمشید میمونن، همکاری میکنن، جورگی میکنن، پشتیبانیش میکنن. نیکی همکاری نکردن ما یگان مشکلی ندارم با گروه 24. من تنها پیشنهاد چون کردم که همین کارو نکنی بچه بزای. من در کزد میکنم که همین آدم بزای. این آدم یا دزای در کزد میکنم که دزای. این یا بانگی یا بگیم آدم بیرهای در مبارزه باید اینطوری انسان نباشه. در بری من نباشه. یا کسی قبول داره مرحمت یگان مشکلی نیست. باید در بری من در کروگ من باید خیلی آدمایی که بگیم که من خاص برای الله خستگیم، برای دینم خستم، برای آزادی دینم خستم، برای این هیچ چیز خستگیم. من برای دیگه چیز نخستم. من اگر رنگ اونا وره بانگی هنگی میبودم میگشتم. من نمیدونم اون مردک که جای گپ نیست ایده برادر عزیز. اما آدم خودش باشه که من خطیب او آدم میدونه که در اینترویوش چی سپاریده. من اینترویوش در دست من اومد. او آدم گفته که من خدا ندارم که پناهندگی بگیره. برادر عزیز بعد که خیلی انسان ها باید چه یک مبارز تیار میکنی. ما اینترویو و انسان چه اینترویو داده اینترویوش از دست منه. بسیار چیزای انسان از دست من. پروسه من نمیخوام گپ زیاد بکنم. ان شاء الله که روز ساعتش میاد همش معلوم میشه. من تنها گفتم که گروه 24 پیشنهاد کردم که برادر عزیز دوری بجوی این انسان. اگر غیر صورت شما قطعی همکاری مینی. وقتی که یک آدم قطعی کس همکاری مینه تو مثال چه همون انسان قبول میکنی؟ سوال داخله. خب فهمم اکا. گفتم یا پرسم رحمت خدا نگهبان. برادران گرامی قدر، ان شاء الله که بگیم که نفرها
زیاد شده است اونجا بیننده ها 300 چند نفر برادرای عزیز به طرف نباشه، اما بگیم لایک هاتون بگذاره که تا 300 چند نفر شید، نه 320. خواهش میکنیم برادرای عزیز لایک هاتون بگذارید. 200 دانه زیاد در کار نیست، 200 دانه لایک تمام. آبونه شدن فراموش نکنید، حتما برادرای عزیز آبونه بشین که ما برنامه ما شما خبردار بشین. ما تنها هدف از برنامه ما همینه که ما باید مردم تاجیک هر چیز زودتر سرجم بشیم و یک کاری بکنیم ضد این رژیم خونخوار دیکتاتوری وطن فروشی نمیچس. غیر این صورت شما تماشا بکنید اومد هم ده برفت. مثال یک نوار من میخواهم همینجا شما را نشان بدم. باور بکنید که من این پریکال نیست برادر عزیز، این پریکال نیست. خب میری مای روزی کنستیتوسیا سرخانون آقای ارتش ملی غلبه کدوم دولت؟ دولت تاجیکستان تاجیکستان بر ضد کدوم دولت؟ با کدوم دولت غلبه بود سوار؟ هم تاجیکستان است چه؟ چه غلبه بود سوار؟ کدوم غلبه غلبه؟ جنگاوران جنگاوران بر ضد کی غلبه بود سوار؟ برای قشلاق دیماجنی روزی غلبه؟ کدوم روز است می‌مای؟ روز دوشنبه می‌مای کدوم روز است؟ کدوم جشن است؟ روز استقلال می‌مای کدوم روز است می‌دونی؟ روز استقلال می‌مای روز استقلال؟ نهم مای. بله می‌مای. نهم مای. روز فلک. تماشا بکنید که برادرای عزیز یک حکمتی که اینا استودنتن، اینا یگان تاش آدمی خیلی پروسه اینا در پیش هم دانشجوها در کوچه ها شهر دوشنبه هم دانشجوها این سوال ها را میکنن. این سوال ها آدمای کلام میکردن، آدما میفهمیدن. متاسفانه یگان چیه نمی آموزن. باور میکنی اینا نمیدونن همین سپتامبر چیه، همین مای چیه، نمیدونن 23 مای چیه، این چیزا رو نمیدونن. هیچ یگان نمی بگیم که پرازنیکای همون دموکراتی شونا نمیدونن داشه. اینا رو اگر بگو که روز عید که اینا اگر روزای عید تغییر میخوره نکی چیزام کنه میدونن، نکی اینا نمیدونن میگن روز فلکه. برای که در رادیو و تلویزیون تاجیکستان تنها بغیر شعر و سرود یگان چیز دیگر نشون نمیتونه که این مردم در سرش چی بمونه. من حاضر در همین اروپا تلویزیون تاجیکستان تماشا میکنم، ای سحر تا بغیر رقص بازیه. پروست من حاضر نمیتونم من کامera ما بگیرم و خونه برم نشون بدم که حاضر رقص سرود رفته است. 4-3 بار در روز و 3 بار در روز اخباره، سحر عبید بگه. فقط اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت رستم امالی محترم نمیکی نیم ساعت نومی امینا رو میگیرن، بعد دواخل با تشبوس امینا یگان کار کرده شی تمام. بعد با میروان با بگیم که عبید با سر میکنن، با بگه در سر میکنن. نمیخید و همین خاطر اینا رو ببین که یک نفرهایی که بگیم دانشجو هم میپرسن این پریکال نیست که مردم این رادیو آزادی چی داره از پیلوس های میرن اینترویو میگیرن. چخه مردم دارن به سواد دارن. اینا وقتی که مردم به سواد باشن ندانه دیگه اینا حکومت کردن میگیرن. وقتی که یک آدم یک چیز کم تر میفهمه میبره صدا بلند میکنه برای ملت همین ما را معرفی میکنن که کک بوتا ما تروریستیم یا که اکستریمیستیم یا که یگان چیز دیگر. برای که مردم سواد کافی نداره که این مردم برای آزادی خچون خستگیان. ولی همون مردم ما همین برای همین آزادی درک کردگی نیستن که آزادی چیه. باور بکنید مردم تاجیک همین چیزا اولی درک نکرده. مردم ما تنها چیه دیدگیه بگیم که ای قشلاقاش باشه اگر همین که اومدنش دوشنبه را میبینه، بعد میوه روسیه بیوه میروه همون سری کار بگیم که یا که همون وگان یا که در همون سترویکه خواه میروه
کار میکنه با هم خیلی عبرت با دوشنبه پرما قشلاق دیگه همونجا موند. کار فقط کار یگان خیلی یگان کاری دیگر نیده. نه خیلی بچه ها هستند من میدونم میروان چپسر میگردن. شما نمیبینید که فضا چه آزاده برای دیگر انسان ها در دیگر دولت ها. تا ما تا امریکا را رفتن، تا اروپا را اومدن، بگیم که ما اوش دیگه میدونیم که باید خیلی حکمت ساخت که این مردم خوب زندگی بکنن. اینا با هم فکرهای کمونیستی شون، همینا با فکرهای بگیم که آدمای سرا گذشته، اینا بگیم که دیگه کار برآمدگی هم کارنوشایی هم. به همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که یک ابنوید بکنیم جوانو. باید ما مردم تاجیک باید یک کاری بکنیم که دولت وقتی که همین حکومتدارا خودشون میگن که جوانان آینده ملتن، در کجا ما آینده ملتیم؟ وقتی که نبرویم کمبدی حکومت گپ میزنیم که شما یک مکتب، یک مدرسه، یک نمیدونم دانشگاه درست نکردین که بگیم که کادر بسازین. یک حکومتی که 30 سال ایمپریا داره، این انسان باور بکنید هر سال باید 1000 دونه مثال 1000 نفر کادر تیار میکرد. 30,000 کادر میشید تا امروزه. کادرهای متخصصی نمیدونم انجینیر، آرکیتکتر، خیرورگ، نمیدونم ملا، همه چیزا رو باید خودش تیار میکرد. وقتی که فضا رو آزاد نگذاشت، وقتی که کادر تیار نکرد، بگیم که همین دولت هایی که ما زندگی میکنیم اینا ایروی بسوادیشون پیش رفته شدن. شیشتگی هم نمی آدم ها بر روز نوکی قلم رنگی ما وره بیل کلمه نمیگیرم ورن دستوری که کار بکنن. سواد دارن طرزی ما بگیم که دخاد و درآمد و برآمد چونه چه استفاده بردن نمیدونن. رحمان فیلمای چیه نمیدونه آخه. این بیچاره خیلی بیچاره نیست آخه، بیچاره گاوه که 10 سال یا بود مجبور به قش میمونن. این که پد گاو نیست. اشقلب که رحمانوف باید بروه. باید ما یک کاری بکنیم که این فرسوده شده را بگیم که با استعفا روان بکنیم، یک نفر جدید انتخاب بکنیم که با عقل باشد، یگان کار کرده بتونه. نمیتونه یعنی یکم همین نفری که اوزی میاد که بعدی رحمانوف باید ما اون انسان دیکلاراتسیا بگیریم. چند سوم پل داری، چند زن داری، بگیم که چند ماشین داری، چند خونه داری، فهمیدی؟ چند سوم پل داری. با وقتی که رئیس جمهور میشه، با وقتی که او بد میکنه کو بعد بو پیش میره میگه سلام علیکم، نه امجده تو این همیقه سوم داشتی، این همیقه خونه داشتی، این همیقه زن داشتی، حاضی چی داری؟ میبینی 50 دیرم اگر زیاد کار کرده باشه، همون بگیم که سموی کار کردگیش هم معاشی پرزیدنتیش، بگیم که اون برای قانون شکنیش نه برای زندانش میکنی. این قانون ها باید پیشکی تیار کرده شوند. بگیم که گفته شوند برای پرزیدنت ها. رحمانوف چی داشت اومد سری قدرت؟ هیچی نداشت. هیچ که باید یکان چی گفته نمیتونه. همه میدونه که رحمانوف هیچی نداشت. نه که امروز همه خاموشن که یک چی نمیگن که رحمانوف ایق میلیاردها داشتی تو ایگی جان. من بدونم که پدری رحمانوف یک نمیدونم استرایتل بود، یا که نمیدونم یگان باغبان بود، یا که رئیس یگان کلخوز بود. من بدونم که همین خلکی بود، مثال یک کم ترک پسنداز داشت، یگان چیش نمیبودم بچه دورانده بوده. خیلی به مثل زیلنسکی که میلیاردرها بود. و همین خاطر باید ما نفر انتخاب بکنیم که سری قدرت آوردنش باید بفهمیم که آدم چند سم داره و وقتی میره باید قرتقش قپیدن در کاره که دزدی نکرده باشه. و همین خاطر انشاءالله که برنامه‌های ما زیادن که ما چه خیلی باید دولتداری بکنیم، چه خیلی باید برای زنها امتیازها باشن، باید ما چیکار بکنیم که زنهای ما
بگیم که به پل بیایم بخونم. ما باید ای مرد زن بسیار تشویق بکنیم که زنکای ما بخونن که مکتب و مدرسه های همین خیلی بسازیم که بگیم که زنک خالی تنها در اونجا بخونن، مردک نباشه، در اونجا دش معلی مردک نباشه، اونجا کلان زنک باید باشه. زنک ها باید بگیم که خیلی داناتر ای مرد ها باید باشن، برای که ما را مادر تولید میکنه به دنیا، پدر نه. باید مادرها خیلی بگیم که دانا و زیرک باشن. نه برای همین چیز میخوام که تلاش و کوشش بکنیم که همین یک مدرسه در هر یک شهر و ناحیه یک تایی زیاد نه، یکم اولی مردم ما خیلی آموخت شدگی نیستن که زنهامون برام بخونن. نکی انشاءالله که در حکومت آینده ما چیز تشکیل میخوام بکنیم که در هر یک شهر و ناحیه یک یونیورسیتی بسازن که بگیم که زنها اونجا تنها بخونن، یگان نفر دیگر نه. داش اخرانی که اونجا زن باید باشه، یگان نفر مرد اونجا در باید به تریتوری سان تکنیکش باید زنک باشه، اگر هم یگان زدنی باشه. ما انشالله که سری کار میکنیم، انشالله کار میکنیم که خواهرها، مادرها یا که زنهای خود را انشالله که با عفت و سواد انشالله بگیم که میکنیم. خب برادران گرامی، اینجا چی نام داره؟ خب مرادов قربان کسی هستی کو مردک شه اینجا برو کامنت های دشنام می نویسی کو که نمیدونم یگان چیز میرسی کو این بالا برو مردک باشه. این همون گپایی که می نویسی شما دا اجازت های بخدا اجازت های که شما ببروی بگیم که همون گپاتو نبگین، فقط کامیرا تا گیرون که من ترا بشناسم تو کی شما بدبختو همین پشتی کلاویاتور دا گرنی زوره. شما اگر یگان تا داخلی دعوا داشته باشید هم جمشیدی که بزش میگم من امروز اون اول زنگ بزنه بپرسه که الماس چیکارت کرد، تمام یگان چیز دیگر نه. وای مگی نکنه ای پیش کو بخدا چلیکی کلمی ما مکیده نمیتونه گپ میزنه. به همین خاطر خیلی بگیم که میمون بازی نکنه، ندروی سر وایرون نکنه. فهمیدید در وقتی برنامه که من با کدمتا بگیم که چیکار نکنم. خب دستی من هیچ نمی اومده است. یک با شما مردک بشین اما نفرهایی که میگه که دستی من هیچ نمیه، شما مردک بشین با چهره ببروین بو که الماس دستی تو خاکی سیاه نمیه. من میگم گپ ندارم. نه که وقتی که دستی من اومد پروست من میخوام که شما را بشناسم، با خود من میام تاجیکستان با نزدیکی، بعد شما میبینه که چی گپ میشوه. ما رنگ رحمان و خنخوار نیستیم، ظالم نیستیم، ما مردکیم. چیزی که مردم برای همین حکومت برای من کردگی کو من او زیاد نمیکنم. دشنام کردگیش دشنام، من داخل دشنام کو دوست ندارم. نکی همه آدمایی که من زدگیان، همه آدمایی که من شکنجه کردگیان، نزشتو من مثلا پاسپورت من ندادن، ایق شکنجه هم کردن در قرغان تپه، در بگیم ناحیه خودمون در دوشنبه در اوباب. من اون انسان ها را چرا قسم نمیگرفتم؟ یگان کسی رای من نگرفته هم نمیتونم. این من در یگان جنگال تا حال نگفتم که نمونه اون انسان ها کیه، لیکن من اون انسان ها خوب میدونم. انشالله روز ساعتش میام و جواب میتیم، لبوی خیلی جواب میتیم. به همین خاطر این کار نکنه که شما هم در صف همون بگیم که همون کارگری و حکومت بگیم که داخل بشین که بعد دیگه بیایم دیگه یه تیاق بگیریم و علاوه بعد سر بکنیم. به همین خاطر مردک بشین. من برای آزادی شما گفتم، شما زیاد نمجا طرفداری حکومت میکنه، به خدا در خونتون نانی خوردن ندارین، نان ندارین در خونتون که بخورین، هم شرایطتون بزه بای
بازم جناب عالی پیشوای ملت بگرده اونم 2 سال بگیره نمیدونم بگفتیم برادر محمد اقبال بلیسه بگرده نکی مردگی خیلی نمیشه باید شما طلب بکنی مردم باید تد نلاک داده شده مردم های نمی اروپا همینا زیاد شگون اینا چی دارن همین BMW آودی اوپل نمیدونم چند شرکت های هستن که همینا کمی نلاک میتین اینا هم دولتی نیستن اینا شخصی هن یگان چیز اینا دولتی نیست اینا شخصی هن هم بگیم که در بودجه یگان سو میتیه نلاک شد یگان چیز دیگر نیست چون ما نمیتونیم همین کار کرده همین حکومت ما هم نلاک بگرفته با نلاک ما همه نلاک ها قیمت تره اینترنت مصیفتی پسته همه اینترنت های سرید آسیا قیمته بیای آدمای نمجد کسی که هستن برای صحبت بکنن چند تا 250 سومون 300 سومونی را بگیم که مردم ماهانه میتیان در اینترنت نکی متاسفانه همون نفرها یوتیوب تماشا کردن نمیتونن در تیک تاک میشنه تیک تاک میچسبه بگیم که ویدیو ویزف در واتساپ زنگ بزنن میچسبه بهشون 250 سومونی در مگافون یا که در تیسل میتیان متاسفانه کار نمیکنن درست کار نمیکنن اینو همه همین سومه ها گیجا میرون اینو اینترنت بگیم که یک نموده کردگی هن که اینو باید مردم یکان چیزا نبینن ما انشاءالله که برای انقلاب یک تکتیک دیگه است که من انشاءالله در یوتیوب نمیگمش که در رو کانالی که میسازمش انشاءالله که من مردم درس میتیم انشاءالله که وقتی روز انقلاب باید ما چی کارها را بکنیم اوجا اینترنت نمیشه انشاءالله که ما در این باره نوشتگی تیار داریم که باید ما چی کارها را باید بکنیم چی کارها را باید نکنیم رحمانوف 100% اینترنت هم میکشه میفرمه که بکشه میگریزه رحمانوف یگان کس قپیده نمیتونه رحمانوف میگریزه این چیزا همش تیار کردگیم برادر عزیز ما باید کاری بکنیم که رحمانوف نگریزه ما در ایجاش کار کرده شدیم نکی 100 در 1000 رحمانوف میگریزه به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که رحمانوف نگریخته رحمانوف ما بخوابیم اگر ما رحمانوف نمیتونیم قپیده باور بکنیم آرزوهای ما بگیم که به خاک میروند برای که رحمانوف بروه او چیزی که من دارم وعده میتیم برای مردم که شما سویتی درست میگیره شما معاش میگی معاشاتون خوب میشه کودکاتون تا 500 سومی میگیرن این چیزها را که بگیم من دارم وعده میتیم اگر ما ملت بخیزیم رحمانوف بقپیم همون سومهاش میگیریم من مردم میتیم ما یگان پدری ما یگان گرنی نبود یگان میلیاردر نبود ما یک نفرهای عادی بودیم الحمدلله که یگان کس طلب یگان سوم نکردیم تا حاضر مقصد که ما یگان خیلی دستنگر نبودیم الحمدلله برای خودمون خوب بودیم نکی من میخوام که مردم ما یک نمود زندگی داشته باشن که همین کارم اگر نکنه حکومت باید همون قسمش بتیه که همون انسان نمره یا که بومج نشوه یا که نمیدونم حکومت برای این کارها را کردن باید جای کارها بسازه که بگیم که حکومت مردم برای در کار تامین بکنه آدم کار نکنن مثال یک محصومت میتیه برای زندگی ماه دیگه کاغذ داره میکنه که در فلان جا تو باید برای کار بکنی تو باید برای کار بکنی اگر هنر نداری بگیم که ما پتیو میکشویم که شما برای 3 ماه 6 ماه 1 سال 3 سال برای بخونین بگیم که یک هنر با آموزه شما برای کار بکنین تا وقتی مدتی که شما بگیم که میخونه خواندنتون بپلای بازم بگیم که استیپندیا میگیره با بگیم که بجای کار تامینتون میکنه همین خیلی حکومت اگر بخوای برادرای عزیز ما را بگیم که دستگیری بکنین اگر نه اگر نمیخوای خیلی حکومت به مثل حکومت رحمانوف میخواه دیگه توکلتون به خدا بله برادر عزیز بگیم که میتونیم که در واتساپ هم مردم قبول بکنیم اگر کسانی که عذر دارن نمیتونن صحبت کرده خواهش میکنیم برادر عزیز وای بکنیم
در واتساپ هم زنگ بزنید، انشالله که واتساپی هم بگیم قبول میکنیم که صحبت بکنیم با مردم. خب اینجا چی گفتنی بدم برادران گرامی قدر، بازم یه بار دیگه ما 450 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشه، لایک هاتون رو بگذاره تا اینکه سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. خواهش میکنیم میگفته که ما بگیم که چند دونه لایک داریم، چند دونه لایک داریم، 200 دونه لایک برادر عزیز، ما 440 نفر تماشا داره، دما زیاد در کار نیست لایک. برای 15-16 هزار آدم من تماشا کردن 200 دونه لایک کافیه. من 5700 بیننده دارم، بگیم که 16-18 هزار آدم بگیم که همین برنامه را تماشا میکنن. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، اما بگیم لایکاتون رو بگذاره، نوارا به یار و دوستاتون بفرسته. کسانی که میخواهند صحبت بکنه رقم تلفن ما در بگوش اشتراک در زیر نوار هست، میتونه که طریق همین پیوندک چون با ما بپیونده در استودیو صحبت بکنید. خب خب برادران گرامی قدر، نه درست است برادر عزیز، ایپل با ایپل به شکی باید تاجیکستان دیگه بسازی، باور بکنی. 500 میلیون دلار، نه برادر عزیز، 1 میلیون دلار قطعی میشه انقلاب کرده. 500 میلیون نه، 1 میلیون زیاد در کار نیست برای انقلاب. به همین خاطر برادر عزیز ما در نفر حاضی در کره سوم پیدا میشه، باور بکنید آدم در کره سوم یگان مشکلی نداره. سوم نفر یکم باشه که نفرهای شجاع جسور باشن، باور بکنید خداوند میدونه قلب‌های ما که ما چی میخواهیم، خداوند میتیه رزق. فهمیدی؟ یگان محل خیلی دل شکسته نباشه که بعد چی میشوه پیدا نمیشوه. سوم خیلی گپ نیست. خب نگاه بکنید که شوخی هم نکنه برادر عزیز، برای که یگان نفر یمی بگیم حکمتدارا میخونن بس زیق میشوند، بگن که آجی بگیم که بازم الماس 500 میلیون دلار جمع میکنن میتین و دیگه بعد من در حاضر سوم در کار نیست، حاضر هم یگان محل هم در کار نیست. اما وقتی که انقلاب بشه انشالله که همون نفرها خودشون میوین. باور میکنی؟ پروست دمو نفرها در کارند. ما بدونیم که آقای نمی قد نفریم تمام انقلاب آغاز میکنیم فلان روز انقلاب در تاجیکستان. این خیلی روز چه معین میکنیم. مرده گوره تا رحمانوف نمی قپیم زندان میکنیم یا که نمیگریزم میشه تاجیکستان، یگان کس کنشه در زمین نمیمونه. همین چخت تیاقا در دستمون مرگ بر رحمانوف، رحمانوف خواهی، رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف ظالم. این همیشه شعار خطی تا با درغش نکنیم. بگیم که یگان نفر بگیم که همین نفرهایی که ما تشکیل میکنیم باید که در زمین نشینه. به همین خاطر باید ما هم خیلی نفر دارم، من تیار دارم، بچه ها هستن بیای برادر عزیز بپیونده. بگیم که در کدوم شهر یکی هسته روز ساعت چی میشه ما تنها شما میگیم که برادر عزیز فلان روز ما باید بر بگردیم به تاجیکستان. دما نفرهای زیاد به چهره در کاره، با چهرهاش بگیم که دیگه ایدستی آدمایی که با چهره هستن دیگه چی نمیاد. برای که دیدیم تاریخی چیزا نشون داد که چهره قطعی اومدن مردم یا که اروپا اومدن یا گروزیا رفتن یا مالدووا رفتن، اشغال بیا جای رفتن که بگیم که جای امن دیگه اونو گشته نمیتونن. اگر بر بگردن میخپن در سری پاورود نورا ترما میکنن.
به همین خاطر دمن مردمی پشتی پرده در کره رقم تلفن است یگان بار سلام علیک در همین برنامه نکنی برادر عزیز در واتساپ سلام علیکم برادر عزیز من آماده ام که در خط شما باشم خلاص نام تسخرانید میکنم برادر عزیز بگم در اون گروه دباویتت میکنم بعد دیگه اونجا صحبت میکنیم که چیکارها باید ما بکنیم به همین خاطر من برادر عزیز نگاه بکنید که 64م برنامه من کرده شدم من ای تا 34 شب بگیم کردگی بودم 2 سال پیش 1 سال در این بین بگیم که کار داشتم از قفای زندگی بودم بازم شروع کردم با این زندگی من میتونم که با همون اورلاو برم و همین خاطر کار بکنه که برادر عزیز ما بتونیم یگان کار کرده بیای سرجم بشیم بیای یک کاری بکنیم که ما بتونیم در یگان کار کرده برای مخالفین میگه ما من مخالفین در 15 دقیقه همش سرجم میکنم اما آدم در کاره وقتی که ملت تاجیک ما را دستگیری میکنه باور بکنیم ما خود زیاد نیستیم ما قریب کانتاکت های این مردم همش داریم قریب کانتاکت هایی که این مخالف ها هستن قریب کانتاکت های همش دارم یگان مشکل نیست یا زنگ تلفنی انشالله که یگان تاش نمیگن گپ نیست ما قطیتیم بیایید شما راه داشته باشید بیا میریم قطیته به همین خاطر برادر عزیز منم همون مخالفای هستم که لوبای مخالفه که در اروپا است یک راه پیدا میکنه برای برگشتن مردم به تاجیکستان یک حکومتی بگیم که مردمی ساختن من یکم نفری هستم که بگیم که در همون صف خوش میشم منم ای دیگه مخالفین همین چیزا شنیدم که اگر تو میتونی ما آماده ایم خرید یک جا بشیم بریم رحمان فای طرفه بکنیم برای همین خاطر باید ما چیکار بکنیم مردم اینجا قوای زیاد در مردم است اگر مردم بخیزه واقعا ما میتونیم که یگان کار بکنیم داشه خیلی که برای ما برای خوردن و برای نمیدونم برای یک چیز منصوم در کره ما برای دیگه چیز نه اگر مردم ما واقعا هم 10,000 آدم زیاد نه 10,000 آدم بخیزه 2 روز در این دوشنبه پرد بگذارونیم باور بکنید ما 10,000 نفر تیار بکنیم همو کینوهای انگلیس که وره هم مردم دیگه شهر دیگه هم خودشون به ما میپیوندن مردم از 3-5 نفر انقلاب رو اگر تماشا بکنید 3-5 نفر اومدن خواستن که انقلاب بکنن اومدن تونستن در همین راه بر اومدن به شعارهای خودشون یکم بگیم پروپاگانداشون بردن که مردم بفهمن که همینها چی میخواهن بعد اومدن در بین مردم درمدن دیگه مردم به اینو پیوست این انقلاب همین مهار هم خیلی میشود ما تنها باید 10,000 نفر تیار بکنیم که بگیم که 10,000 نفر خیست دیگه مردم سنی بگیم که وزبینی نگاه میکنن این چاپلوسای ما این طرفدارای حکومت باور بکنید ترازو نگاه میکنن اینا نمیخوان که بگریزن اینا نمیخوان که اینو این قد از دیدگی این حکومت برای اینو پیسنده ولی مثال برنامه‌های مخالفین برای زیاد انسان‌ها پیسند نیست که یک خیلی برنامه‌ها مثال محقل نیست نکی باید محقلشون بشه محقل نیست برای یک خیلی انسان‌ها برنامه‌های این مخالفین که اینا بگیم که همه را بگیم دشمن کرده شد یا نه این هم خیلی ده نه برادر عزیز ما مرد همین مخالفین بر رحمانوف با اویلش با خسر بچه هاش بعد همون 3-4 تا اونمو گنرال ها هستن که چند سالی شد نمیره نه بیک سبوش خیریت که نه گرفتن نه با همون آدم های کلیدی هاش او آدم هایی که رئیس ناحیه نمیدونم اینا اونا رو میارم ای گوشاشون میکشیم یک نصیحت چون میکنیم آدم بشوه میشوه نشوه بعد رویش میکنیم
پیش رحمانوف. به همین خاطر این مردم همش ترمه کرده نمیشوه. اینا خیلیش مسلمان میشوند، برمیگردن میگن ما دیگه دزدی نمینیم. او فضای رحمانوف همین خیلی بود، ما همین کارمون دزدی بود، باید همین دزدی میکردم، نمیکردم نمیشی. مثال این یه خیلیش حاجی اگر بگن که مخالفین انتخاب میکنی رحمانوف، همین کارگرای حکومت من میگم همش رحمانوف انتخاب میکنن. برای چی؟ برای که در رحمانوف میتونن اینو دزدی کرده. 100% زیاد که گرفته میتونن. لبای کار اینو کرده میتونن. یکون چیزا چرز کرده مثال کاراشون نبود میکنن. ما میخوایم که چرز ای بین برود، تقه ای بین برود. یک آدمی که بگیم یک بچه ای ناحیه دوردست میاد، بگیم با آویره میخواد که یک پاسپورت خارجی بکنه، مثال باید او انسان اکو نمیخواد ترمین قطیده، مثال نمی خیلی ما در دولت‌های اروپایی یا که رندووش میگن مردمی فرانسه، مثال باید همون وقت ساعت بیا کارت بده. این خیلی نه که تو بیای پلمتی کارت بد میشه. پروای ما برای چی سببی اواریت های در تاجیکستان زیاد میشه و ای چیه؟ برای که پروا میخرن مردم هیچ خرید نکنه. مردم واقعا هم در همین خریدن به حد زورنده، هم 100 200 400 500 دلار هم میتین بگیم هم پروا را میگیرن، بعد میبینی که زدن 3-4 کس مردن. در آلمان در یک سال 27 авария شده. 27 авария که смертельný. زدن یک نفر یا که 3 کس دستش شکسته، یک نفر مرده. 27 تا. در تاجیکستان شما اولی من همین درباره همین چیز گفتم، راستش خنده آور یک چیز برآمد در آزیا پلوس. باور بکنید تا اینجا 27 دانه در اونجا 270 تا 276 смертельný авария شده در تاجیکستان 2023. اگه شما تماشا بکنید 27 در جای 273 در جای اینو مردم میخرن. باید لبای نفر همین حکومت آینده بشه. ان شاء الله که همین آدمایی که ماشین هم داره باید شما پرزیدنت چکنی پرواره. چون در آلمان авария نمیشه، چون در جا همه بگیم که رشد های میکنه، یگان خریگری بگیم که نیسته. هست یا عرب ها در اینجا ترک ها نمیدونم تاجیک ها ممکن باشن خریگری میکنن، نیکی مثال مردمی همین وابشین مردم خیلی سپکوینی هم در کوچه ها میبینی بگیم که رها آزادن. چون ما نمیتونیم همین چیزا رو بکنیم. وقتی که اگر آدم چسنی باشه، اگر آدم میخواد که یگان کار بکنه، باور که دستیگت میکنه ده همون چیزا میرسه به آرزوهاش. مثال میتونه همون حکومت ساخته. امروز حکومت ما ای کدام کمبودیش گپ نزنی که باور که در اونجا میوه یگان کمبودی. سبب زیاد авария شدن خریدن پروا. زیاد انسان ها رو من میدونم که سوم دادگان نه در سر کامپیوتر شده. من 2 سال شده در آلمان پروا آلمانی میخونم، تا حال ولی نگرفتمش. 2 سال شد خوانده شدمش. من اگر اونیورسیته میخوندم برای من او آسان‌تر بود که من پروا در اینجا خوانده شدم. برای چی پروا این چیزی مهمه، باید هر یک انسان داشته باشه. یکی انسان باید همون 3000 سوال بدونه. همون 3000 سوال 40 دونش میاد برای طرف. همون 40 دونش هم میره، همون بین 3000 40 دونش دو باشید میرم مثال میغلطم. ان شاء الله که کوشش دارم که من همین چیزا بگیرم برای که یک نفری بگیم ای مخالفان شناخته تاجیک در یک جا بگیم وا خوردیم، همونجا بعد همون نفر گفت که شما بگیم که وای داره پروا داره. من گفتم که دارم تاجیکی یا که پولشگی دارم پروا. گفت که آلمانی نداری؟ گفتم که نه. گفت خود دعوای رئیس جمهوری نکرد برای که تو نداری همون پروا را. مردک حق داره. به همین خاطر من 2 سال شی دارم کوشش دارم که این پروا را من بگیرم که اون پیش اون مردک برام بگم که اگه نکای پس من دعوا دارم که رئیس جمهور بشم. به همین خاطر بگم که من همین چیزا خونده شدم. خینه واقعا هم در آلمان سپاریدن پروا تک پروست نیست. زبان یکمش دونستن در کار، دیگه‌مش که بگیم که همه او سوال ها را باید تو بدونی.
به همین خاطر اولی در اینجا کمه، مردم میدونن که چه حل بکنن. ما انشالله که در حکومت آینده انشالله ما این چیزها را گذشته شدیم در اینجا، انشالله که میخواهیم که ما دیدیم این چیزها را با چشممون، ما میخواهیم که همتری چیزها بریم در وطن خودمون بکنیم. سیستم اتپلینی، سیستم سوید، اینجا زیاد سیستم ها هستن که ما داریم اینا را دیده شدیم میآموزیم. من یک روز در همین باره همین 500 پلوس صحبت کردم در یک جا، یک نفر گفت که بگیم که شما بگیم رحمانوف میگه که اثردزد است، ترم که باشی بگیم که اثردزدی از بگیم حکومت پولشا کرده است. نگاه بکنید برادرای عزیز، آدم هایی که سر قدرت میان اثردزدی میکنن او آدم دیگه. من آمدم دیدم که همین خیلی زندگی کرده میشده. اگر همین کودک پلی بتی همین حکومت این همین طرز حکومت ساختن و مردم درست نگاه کردن، من اومدم دیدم این اثردزدی نیست. نه که نفرهای اومدن 10-15 سالشی در آلمانن، لبوی شب رو یک سوال بوده که همین حکومت‌های رفته پیش رفته شما چی آموخته؟ یگان چی ناموختن، اومدن یانبوش کردن، نمیدونم خفای زندگیشون هم مردم 10 سالشی 15 سالشی در اروپا یگان چی انتخاب نکردن، نه در سیستم آبراریش، نه سیستم سوید، نه سیستم بگیم که اتپلین، نه سیستم دامسازیش، بگیم کانالیزاسیون، یگان چی ناموختن. یگان در همین شما دیده که میبرن میگن که ما میخوایم که همین تر بکنیم، برای که نمیخواهم، نمیدونم. من یگان چه بخشو انتخاب نکردم. من انتخاب دارم که میخوام که کودکا 500 سومونی بگیرن، من میخوام که اتولیکسون سوید باشه، من میدونم که طرز اتپلین گرمدهی مردم خیل بکنیم که مردم خونه‌هاشون گرم باشه. من بسیار چیزها را دیدم، میخوام که برام دولتن خودم همین کارها را بکنم. نه که اینا بازم باشه میگن که تو داری اثردزدی میکنی. این اثردزدی نیست. اثردزدی و ناخوانده سر قدرت میای، بعد بگیم که تو هیچ کاری کو نه چی نمیدونی، بعد اثردزدی میکنی. انا و اثردزد میگن. یک آدمی که میره و میبینه، آدمایی که من نگاه کنید مردم، مردم زیاد ما میخونن کار نمیکنن، بعد فراموش میکنن میرن. آدمی که کار میکنه در یک ساحه، باور بکنه او آدمی که خونده کو او انسان ده خوبتر بگیم همون کار اجرا میکنه. پرکتیکا این مهمه. زیاد نفرهای هستن که سماوچکا سوارچکن، سماوچکا نمیدونم یگان سانتехникن، ای آدمایی که همون کارا را خواندگین خوبتر هم کار میکنن. اینا برن لبوی محل قیاس بکنی. اگر ما دروغ میگم اینا با ما مردم زیاد ساختمانچی بگیم که این چیزا خوب درک میکنن. همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. ما را 550 نفر داره تماشا میکنن. ما خواهش داریم که برادرای عزیز ما را ای 200 دانه لایک زیاد نگذاره، بگذاره که 200 دانه لایک بشه برادرای عزیز، که ما برنامه را ادامه بدیم. اگر ببینیم که همون 200 هم نمیشه، ما برادرای عزیز مجبوریم که بگیم برای مکه بگیم قفای زندگیمون بشیم. من راه افتاده نیست. من میدونم زیاد نفرها ما خودم اجازه نمیتیم که نفرهایی که میخوان یگان کار بکنن در استودیو ابسولوت نگاب نزنیم. رقم تلفن است، زنگ بزن، در واتساپ صحبت میکنیم. پسان بعد من شما در اونجا وارد میکنیم، قطعی مردم بعد صحبت میکنیم. خب برادران گرامی که همجا نوشته بکنه که ما چندونه بگیم که لایک داریم. همین کامنت هم یگان کس ننوشته است که همین اکران من شاخ شده، همین صدای من هست. من همجا یگان چی گفته استم همین مردم من درک میکنه یا که نه، ولی کامنت های من چسبیدگیان یا که عیب اینترنت هم باشه یا که نمیدونم عیب چیزی هست که اگر صدا خوب باشه برادرای عزیز لااقل بنویسه که صدا خوب است. درباره بگیم که لایک ها هم نوشته بکنیم برادرای عزیز. خب برادران عزیز نگاه بکنید که ما 550 نفر تماشا داره. صدا خوب است. خب نگاه کنید برادران عزیز،
560 нафар моро тамошо дора. ما 123 دانه لایک گرفتگیم. باور بکنید این یک جای خنده‌آور است برادر عزیز. ما چه میتوانیم که یگان کار بکنیم. همین آدم ما را دیده شدی. اگر بگیم که همین 560 شیدینه مثال همین آدم اگر نبینه لایک نمونه اون یگان گفته نمیتونی کو. اما آدم دیده شده اینجا شته نمیدونم در تلویزیون تماشا در تلویزیون همیشه مونده. اما بگیم که تلویزیون هم لایک مونده میشه در کامپیوتر هم 95 تا. وای برادر میگه که 95 تا. خب وقتی که اینترنتی برادر چسبیدگی هم خیلی نشون میده. این 120 چند 125. خب برادران عزیز به طرف نباشه در آبونه شدن در لایک گذاشتن بمونه. این لایک ها سبب زیاد شدن بینندگان خلاص یگان چیز دیگر نیست. باور بکنید که همون بلاگرهای همون تاجیک هم میگن که برادر همون لایک رو تا بگذاره که همون نوار بگیم که پهم شوه یک نفر ببینه. ما هم همون چیزای که برای خاطر مردم همین نوارهای ما رو ببینن شما میتونه که بگذار لایک بمونه. اگر محقلتون نباشه تماشا کرده مثال من که شما آدمای حکومت باشه همین چند نفره بگیم که شما میتونه که نشر نکنی برای که نشر میکنه که مثلا یک نفر میفهمه حتما میپیونده مثلا ما میریم رحمان فچپا میریم شما بگیم با مو تشه قوری ختونه میکنی و همین خاطر شما حق داره که لایک نگذاری. این چیزا من یگان پراتیف نیستم. نکی نفرهایی که میخواهند طرفداری از ما بکنن ما در این باره صحبت داریم که من خودم میخواهم که پروسا من همین سرجمی این ملت ها رو ببینم که چند قو آدم یکی زیاد نفرها هم هستن برادر عزیز ما کراچی قطیته میخه و خیلی بعد میگه که بیا زنگ بزنیم صحبت بکنیم متاسفانه پیداشون نمیکنی. به همین خاطر من میگم که من یک بفهمم که خب اینه برادر نیست که 10,000 اگر تاجیک میگه اگر بخیسه بعد ما گیشنه بمونم. برادر عزیز من 10,000 آدم میام که چه بخرن چه مثال همون 3-4 روز من 10,000 آدم میتونم برای خورده خراکشه برای چیزاش. این پرابلم نیست. آدم پرابلم تنها. شما گیشنه نمیمونه شما تشنه نمیمونه شما در کوچه نمیمونه بگیم که خیلی نیست. ان شاء الله که همش خوب میشه. تنها 10,000 آدم زیاد در کار نیست. 10,000 آدم رقم تلفن ما هست برادر عزیز بنویسه. شرط نیست که شما برای در این برنامه صحبت بکنید. من میخوام که مردم ما بگیم که در واتساپ صحبت بکنن در برنامه نه که ترا من میدونم حکومت گرین این اومده دستش درازه بگیم که در جای شما جای ناامن دسته بگیم که میخپن با شما را مشکلی میکنن. من کاری که بگیم خوبی کردن نمیتونم لااقل نمیخوام که زلالی من به یگان کس برسه. خب مجاهد سلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. سوسی алмаз тенҷи تشکر. ман ҳами бовар ки ба ҳамин мардами тоҷикистон ҳайронам да ҳами казоми хича мубориз мега ё ҳами фақат бинандаан ҳами зрителан бале бале меган тамом ягон برادر عزیز یکی ما رو 500 چند نفر تماشا داره. ما اونجا خواهش کردیم که برادر عزیز اگر طرفدار ما لااقل لایک بمونه لایک ای برادر گوش که این چی در کره مثال همین فقط تماشا میکنی و تمام میگذاری میره با این چی میشه و این خلاب میشه و نه یگون مردم هم مثال ما همین حیرانم ده ای مردم اگر شما مبارز باشین همین حقیقتا یا که جونی قطعی جهاد کنین یا مولی نه ایشا میکنین نه اوشا شما خیلی این خلاب کردنین. من هم یک سوال اون کسا بدرو که یک صحبت کنیم چی مقصد دارن همین مردم مقصد شونن من نفهمیدم. همین فقط لایک کلاس مونن و همین خبره من
زندون شوند باید یگان گفتی رسو که участвовать کنی باید همین مبارزه ده یک کمتر عیب یک شرم آدم هم در کاره که مثال خیلی توکای همین بلی زریت رنگی فانات فوتبال کو بلی چی فوتبال میره تماشا میکنی فوتبال تماشا میره خونه خیلی نمیشه ای برادر بخدا یگان یمی участвовать کردن در کاره ای برادر بخدا قسم بانو خدا همین ما یک همین برادر گوش کنده که خبدو خلیل همین مجاهدای همین کونه مستری مجاهدو خود پیش دیگر میگن همین وقتی در می تاجیکستان جهاد سر شد که ما میگن بچه‌ها یوش بدیم 15 ساله 16 ساله پس بچه‌ها یوش بدیم پس چنا یوش بدیم مثلا میگم خب بچه‌ها یوش بدیم ما را میگه پدر و مادر ما زیر بود که ما مثال جهاد کنیم نه که ما گریختیم رفتیم افغانستان رفتیم همونجا مشق کردیم اومدیم برای همه خمی ها یوش کو شما چی فکر میکنین تو شما نخیرین انقلاب نکنین این یگان انقلاب نمیشه و مثال 2000 1000 تا 3000 آدم میدونه تماشا میکنن همین نفهمیدیم که همشون بله چیک بدیان بله خیلی نمیشه فهمیدی بخدا من مینمونده همون برادران مجاهد مینا کدوم یوردام کدنی بخدا هیچ که یوردام نمیکنه همون یگان چی دا اخی گفتی گپو تاجیکستان قطعی شما چی خیمو چیک میکنین مجاهداتون دا یوردام میکنین امامعلی رحمانوف میلیارد خاص خود میکنه شما فکر میکنیم پویلیش خطی وای جنگ کنیم سنقطی جنگ کنیم وای قطعی میسو نمیشه وای خیلی بخدو قسم بخیزین یا حرکت کنین میسو بسیار مبلغ و دارین در روی الله خیر کنین از خود کنین با نوم خدای خیلی نمیشه و من بابای کی عبدالخلیل کویا سخن باور بکی کو برادر عزیز میگم که بیای یگان کار بکنیم متاسفانه بچه 500,000 نفر بگیم یک کم تا شرم حیام خوب ایده یا آدم باید یا نموز کنه و خیلی فقط این بدروی تماشا کنی گویا می درو مدی تماشا کردی وظیفت ادو کردی گویا درو مدی هم بیا هفته هر روز هفته 3 بار میبری برآمد میکنی تماشا تو میکنن همین میگذرن میرم لایک میمونن میگذرن میرم تمام همین گویا نه همون لایک هم بگذارن که بو خیلی پیش بینی میشه پیشروی میشه یک نفر مثال بو پیدا میشه که لااقل اینش لایک مون یا آدم بناموسی دیگه میبره بو بگیم یک ما بخدا کارتا ما تو دا کارتا مونده ما تو دا کارتا بیت کوین مونده گفتیم موزی گارین مردم تاجیکستان مبارزان حرکت میکنن برای مجاهدین را یاردام میکنن بانو خدا این هیچ تشینه بخدا این حرکت چه خیلیه اینا برو اومدن گوزان روشن یگون کسگاهی برویم صحبت کنیم بخدا این خیلی نمیشه بچه خیلی همون نفر نیست منم بگیم که یا چند دقیقه دیگه میمونم خداحافظی میکنم برای که مردم هم نیست من برنامه را برای مردم کردم اگر 500 نفر تماشا داره یک نفر نمیخواد که صحبت بکنه بگیم که برای قسم کم تر زنده شدن در کره مردم بخدا قسم شما امی الله میگه که جونتون قطعی جهاد کنین یا که مالتون قطعی نه جون یا مال این دم بدرو تماشا کنی یا مبارزی تماشا کردی لایک مونده خستی رفتی اقفو زندگی خیلی نمیشه و یگون انقلاب بخدا قسم بگیرین همی کارتر موندگی همی بابای عبدالخلیل الماز ابرشت سکنین همی کارتر بیت کوینه به مالول با ما همی ویدیوی چی میکنیم مقصد چیزی میخریم با مثال شما دانشون میتیم که چی میخریم نه ترسی نباشه ترس گفتیم اینا هم مرمو روسیه مثال غم دو دسته عذاب قطعی مصر کدسته همی اونیژنی کدسته همی خیلی میترسیم همی خیلی باور که همی دنیا میگذاریم همی اونیژنی میریم کم تره بچه کم تره زنده بشیم بخدا مایل خیلی در امانی الله ما بفکرم فهمیدن یک مادم خدا نگهبان یک نفر پیدا شد سایدینی چی میکنیم خب برادران گرامی بازم چی گفتنی ما را زیاد آدم تماشا دارن متاسفانه بگیم که لایک همون کمان به طرف نباشه برادر عزیز لایک این چیزی نیست که رحمانوف داشت گفت که برای لایک دیگه مردم زندان نکنی نخوش ما دیگه من باور نمینی لااقل پرزیدنت غیر قانونی تاجیکستان باور نمیکنی که همون انسان میگه که دیگه برای لایک
بگیم که نفرها را زندان نکنیم. خب درباره همون بچه گپ زدیم. چینم داشت همون نفره که بوزبالا بود ای کار سرش کرده بودن. بعدی همون بگیم که ما در برنامه نشر کردن همون انسان رو بگیم که پیرادش کرده تکاپرسیش کرده که تو مقصد همکاری داریم. ما همه آدم ها نمیشناسیم. با شما بدبخت های حکومت همون کاری نکنه برای همون نفر زندان بکنه و خلاص بشه. نوار من پیدا کردم اینستاگرام سکچتش کردم موندمش. همین خیلی مشکلی ها زیاد هنده میبروین مردم بگیم شکایت میکنن. حق شهروندی شهر میخواه که طلب بکنه. بعد یک انسان یک طلب کرده شما بگیم که بگیم با مخالفین همکاری میکنه. اون نفر با فکرم که نوار خودش در کانال خودش پرتافتگی. من همین خیلی فکر میکنم. به همین خاطر وقتی که مردم مراجعت میکنن شما در آدمای مراجعت میکردگی خائن و وطن فروش خلکی عنوان نتی. بیای سری اون نفرها کار بکنید. شما که خودتون هنر ندارین بگذار یک آدمی هنرمند بیارید بگیم که بتونه یگان کار کرده. خب مردم ما برادر عزیز لینک گذاشتگی در زیر کامنت هم شما میتونید که در کامنت ذکر ریپیت کرده که در زیر نوار هم بگیم در اپیسانیا مون لینک گذاشتگی شما میتونید که طریق همین چیز پیوست بشین بیاین بگیم که بیاین صحبت بکنیم برادر عزیز. خب نخوا 500 نفر بگیم که یک نفر پیدا نشود که صحبت بکنیم. برادر عزیز ما بگیم که وقت جدا میکنیم میخوایم که به مردم. من در یک هفته اسپاس 3 روز میکردم دیگه اسپاس 1 روز روزای شنبه تنها برنامه میگذارم. باور بکنید مدروی برنامه میکشیم میگم با مردم صحبت بکنم یک کس بیا درد دلش بگه. متاسفانه نمیدونم مردم به جایی که پیش برا قفا رفته است. دیگه اگر همین حکومت رحمانوف اگر در شما محقل باشه گپ نیست. یکم مشکلی نیست. یازنه چاپلوسا همون کامرات هم میکشتی. کامرات هم بکش که قبول نکنیم با یکم مشکلی بشه. خب برادران گرامی نه برادرمون با دیده که سسته نوشته استش. برادران گرامی به طرف نباشه. خب سلام علیکم. سلام علیکم. یاسن چاپلوسا بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. سازی خوبی مراد. تشکر برادر. گپ زنه که ما گپ بزنم صدای من دوباره میاد. برای خاطر من گپا تا بگو بعد من صحبت خامی یکم سوالی ما واتم یکی که انا چی میخوای اینا допустим اما جمشید اما ای مبارزه جمع شدن ایده سیمو یگون کرنا میوه چقدر مبارزه همش جمع شدن ایده سی مبارزه ایده مردم یگون کار نمیه. نه قوای همه حکومت دموکراسی رو که پوچویه خیلی وقتی دموکراسی باشه قوا دستی مردم هست. قوای حکومت تاجیکستان یک سیوچگاریه کمی سوم داره امو میزنه میگیره کمی آدم کشای گیم تروریستای امو میگیره حکومت وزی حکومت دستی همیشه اقرار کرده شده برادر عزیز که همین رحمان تروریست
رحمانов زنی را ما بگم تروریست نمره یکی نه برادر کرای عزیز زمین خیلی قبول نیست. قبول نیست. تو زنی رحمانوف چی گناه داره؟ تو زنی رحمانوف زنی رحمانوف ممکن همون رحمانوف خدمت نمیکنه، تو امروز داری زنی وای خورد میکنی. برادر عزیز اگر دشمنی رحمانوف یا که نمیدونم چیزش هم باشه، شما مردک بشین. ما با زن ما در سیاست باید با مردک کار بگیریم. ما حکومت رحمانوف نیستیم که وقتی من گپ میزنم میرن مادر مرا کینو میکنن، یا که نمیدونم مادر یک نفر دیگر را میبرن، یا که مادر یک نفر دیگر را به جای یک نفر دیگر میبرن زندان میکنن. این حکومت رحمانوف است. باید ما از اون از زمین تا آسمان فرق داشته باشیم. به همین خاطر خواهش میکنیم برادرای عزیز، اگر شما بگیم یازده چاپلوس های نمیدونم چیزی که هسته، خواهش همینه که تشنام نکنی. یگان نفر رحمانوف میشود چپکده. اگر ما مردم سرجم بشیم قوت در دست مردم است. اگر تاجیکستان دموکراتی باشه، نه که اگر یگان نمود دیگه باشه حکومت، ما دیگه خیلی با مبارزه میبریم مخی. و اگر دولت دموکراتی باشه، بگه در دولت دموکراتی مردم قوای زیاد میتونه که انقلاب بکنه. بیا بگه که ما تر نظام تا قبول نداریم یا نظام دیگه میخوایم، مردم بگیم که رئیس جمهور عوض میکنه. به همین خاطر خواهش میکنیم برادرای عزیز دشنام نکنید. و دشنام کردن ما رحمانوف نمیتونیم یک طرفه کرده، یا که نمیدونم با یک چه بگم با دشنام با تحقیر ما نمیتونیم رحمانوف برکنار بکنیم. یا که بعد مردم هم که باشه میبینم میگن که اینا باز هم با مثل همون رحمانوف دشنام و تحقیر دارن، بگیم که دیگه همین نفرایی که آزی هم دارن ما را گوش میکنن، خدا همینا هم میگیرن و دیگه میگن اینا هم صف اخورچی بدین هم یا حکومت بکنن، با همین حکومت رحمانوفی میشه. به همین خاطر باید ما فرق داشته باشیم. نه باید کارهای اونا کردن باید او کار ابسولوت نه به همون کوچه نگذاریم. به همین خاطر برادر عزیز دشنام نکنید. من برو وردمت به همین خاطره که بفهمی که در برنامه اجازه نیست کسی را دشنام دادن. فرق نداره. من رحمانوف ای خوب دست زیادتر شما میبینم، نه که دشنامش نمیکنم. با دشنام کردن رحمانوف مشکلی ما حل نمیشه. اگر اینجا میشینم هر یک اخوراتو میدونم که باور که داخل آدم شنیدگی نیست اون اخوراتو را. به همین خاطر برادر عزیز کار بکنه که دشنام نکنه. خیلی молодец. مرا مونم استودیادا کن گوش کنم گپویت را. دوام گپ نیست. خب برادران گرامی قدر، باز هم میگم که بی‌طرف نباشه، آبونه شدن فراموش نکنید، دستگیری بکنید ما که ما بتونیم یگان کار کرده. رقمای تلفنی ما در بگوش اشتراک در پایان نوشتگی. شما میتونید که طریق واتساپ با ما بپیوندید. اگر بخواید که واتساپی انشاءالله قبول میکنیم، صحبت میکنیم. اگر بگیم که بعدی برنامه باشه، بعدی برنامه انشاءالله که برای سرجم شدن یمی ملت انشاءالله که برنامه کشیدگی انشاءالله تا او برای ما کار کرده سودیم بیای کار بکنیم که یک چی زدتر تیزتر بگیم که امی رحمانوف ایباین ببریم، یک حکومت بیاریم که مردمی باشه، مردم آزاد گپ زده بتونه. ژورنالیستا چخیلی که دلیر امام علی دیگر ژورنالیستای بودن میبرمدن تبین نوارهای دلیر امام علی باور که بدروی تماشا بکنیده صاف همش همون انسان ای دلسوزیشه ای وطن دوستیشه همون کارها را کردگیه. اون مرده که یگان کس پل دادگی نیسته که بیا خونه برای نوار بکه، خودش صرف میکنه، کسی خودش میره نوار میکنه. مشکلی جامعه را نشان میده که حکومتدارای ما باید که سری راه این چیزا را بگیرن. یک کس راه نداره، یک کس زمینش گرفتن، یک کس در باغچه کودکان میخواسته خانه بکنه. این همین چیزا را میبرن نشان میده. برای همین کار چیکار کردن؟ بردن اینا زندان کردن. آیا حکومتی بدبخت او شما وقتی که نمیتونه ژورنالیستی همین خلکی نداره که ای کسای چون مصرف بکنن برون بگیم که
و شما را اینا باید شما اینا را که سوم میداده واقعا هم همین دلیر امام علی و همین پیر محمد زاده را و اینا را که باید اینا کمک میکردن کمکشون میکردن که لااقل هم دنیا ماشینشون میخریدن میدادن یا که بنزینشون رو بگردن میگرفتن که شما این مشکلی مردم میره در ناحیه‌های دوردست یا که تابع مرکز ده میره به خلق نشون میده. حکومت باید که بگیم که سری راه این چیزا بگیره. اینا از سری راه او کارا را گرفتند، سری راهی هم 4 نفر هم میگیری شاید دیگه اون کس مشکلی نشون نمیده مخری میگردی. فهمیدی که شما این رحمانوف مشکلی حل نمیکنه، کسی مشکلی را نشون میده همون میگیره بگیم یک با اون مشکلی بچیده. چند اولی دلیر امام علی تا سال 2000 چند میکرد برنامه باشه 2 سال شده از زندانه. اما که شما تماشا بکنید که اگر یک نفر دیگه به مثل دلیر امام علی پیدا میشوه باور بکنید ای دلیر امام علی زیادتر بیننده میگیره همین شب روز در تاجیکستان اگر هم که مشکلی جامعه را نشون میده. برای که مردم این چیزا میدونه که همین چیز هست واقعیت این چیز. نه که رحمانوف ما چیکار میکنه؟ مشکلی حل نمیکنه، همون خدا میگه همین مشکلی ها را بگیم که نشان میده همون نفر میبرد زندان میکنه خلاص دیگه بگیم که میخرند میگردن. خب احمد سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی برادر تینج خوبی؟ سلامتی خوبه؟ همیشه یک سوال دارم برای خودت برادر عزیز. همین استریم در مدن یگان مشکلیه؟ نه و هم یکم بار запись کردنش کمتر نفهمه بعد خودش هم تو پریاموی راست میبرده به یگان مشکلی. راست مردم روز خیلی که نمیدروه به همین خاطر من جد پرویر کردم یگان مشکلی نیست. راست 3-4 نفر شد نمی ما 1.5 ساعت شد برنامه داریم 3 نفر شد میدروه در استریم صحبت میکنه به همین خاطر گفتم که همون آدم خودش زویسید میکنه ده برادر. بله نیم ساعت دیگه در برنامه میمونم. اگر ما بگیم که در همین نیم ساعت دیگه ما 200 دانه لایک بگیریم برنامه را چند قیب بخواهن همین مردم صحبت میکنیم. اگر بگیم که 200 دانه لایک نشوه بگیم که من همین نیم ساعت بعد دیگه خداحافظی میکنم مردم. برای که وقتی که دستگیری ایو طرف نیست مثال چه برادر ما باید بفهمه که همین لوگو چیز قرصه گایده طرفه آیا طرف نمیشه و همین خاطر دستگیری فراموش نکنید. ما شما 500 نفره نه خب ای 500 نفر 200 دونه شیر مرد نباشه که هم بگیم یا لایک چک اگر شما بخواید که دیگرها بدرن صحبت کنن فکر نظر مردم بشنوید. اگر میخوای مرحمت نمیخوای من به خدا زورا نمیکنم که التماس لایکم بمونه. به خدا برای لایک شیشتگی نیستم. میخوام که پروسه مردم سرجم بکنم پروسه نمیدونم که چه کار بکنیم که این مردم سرجم بکنیم. اگر من بتونم این مردم نمی حاضی هم چیزی که من میخوام من هم مردم بگیرم باور بکنید اگر من دیگه این برنامه‌های زنده را نمیکنم باور بکنید. برادر یاد چی را گاب زنم برای که بخواین که همین مردم ما مثال بگیریم بسیارتر درویان در کانالاتون گاب زنن این جسوری رو یاد دادن در کره پیروی اوچرد درباره جسوری بودن درباره ناترس شدن همین خیلی در بین همین چیاتون باید شما کم کم همین رو پیشنهاد کنید گاب زنید مثال بگیرید که پروردگار جسور رو دوست می‌داره. ای او مردمی که مرغ شدگی ای که بیزاره همین پروردگار این رو باور کنید. او کسی فکر میکنه که خداوند مثال بگیریم همین خیلی وقت میشه که به یک کسی میاره فلان این همش گپای پروردگار نگاه میکنه تو چی خیلی که رفتار میکنی با رفتار خودت مثال بگیریم تر جزا میتیه جسور باشی تو جسور پروردگار جسور رو دوست میداره وقتی که خودش جسوره
همین مردمی که خودش این در دست مردم خودشه. برای چی میگه که پروردگار دو راه موندگی کدامش خودت اختیار کنی؟ این شوخی نیست. همین خودت که راه مرغی را اختیار کردی همون خیلی مرغ میری. تروس میگن ده روسو. همین ترسونچه هیچ وقت ترسونچک به مقصد نمیرسه. این رو باید مردم ما خوب گوش کنن یا فکر ده بیاین. همین خیر رفتن بگیره 1000 ساله هیچ گپ نمیشه در تاجیکستان. روز تا روز مردم ما نمیخواد پس رفتن میگیره پیش نمیره. برای همین برادر ما همین تماشا میکنم. ما ای سال همین انسان ای سال 2011 بعد میبست همین پرزیدنت این درمی اگون بدی که دیگه نیست. نه که میبینیم که مردم ده بدی آورده سای همین خیلی در نظر ما بده. این مردم ما نمیدونم چی فکر دارنده چی خیلی یک نادان هم بگی نادان نیست مردم ما. گذشتگی ما هم عالم بودن. پروست ترسونچک شدگی یعنی ترسونچک دیگه. سالهای پیش ما میومدیم راستی گپ سال 2001 همین روسیه اومدیم یکم بود. با خدا قسم مردم ما دیگه بود. حرمت میکردن. چی میگه حالی نیست هوای دری بین. مردم ما رو نبرو تعریف میکردن. یک تاجیک میگفتن ما چند جا کار میکردم او رو ساختی در زوادا دو تا دمیو با برادرم در یک زواد کار میکردیم دیگه همش روس بود. میگفت در یک تاش در دوره خدمت نقل کرد میگه یک تاجیک میگفت یک تاجیک یک چست بدود آوردی بود. یک تاجیک بود میگه در چستی ما همون میترسید. ولی چی بلوز این مردمی ما را نمیفهمی. اوارگی فکر میکنم در توغوری نمیگیره ده کجا شده این شیر مردوی ما یک سبوردن ترمه کدن با همه میترسه. نه این همین خیلی این دولت داری این خدا بخوار همین خیلی که باید هر یک ما رو سرکوب کنه. این ترسیدن در کار نیست. باید این مردم جسور باشه ناترس باشه. انا با یک کار رو میکنه. این همی ایال چی میترسین شما؟ من با خدا قسم 6 سال 7 سال چی هم تماشا میکنم یکم کار میکنم لایک میمونم. همین درآمد برابر در تاجیکستان 2 سال پدریت بودم. 2 سال پدریت با که خانیمون نزدیکی عدل ده بود پدریت موندن میگرفتم با میرم دو میگشم همون لایقتی. ای بچه نترسین هیچ که شما رو نمیفهمه تا تلفن تون ای دستون گرفته پرایورکن نکنه هیچ که شما رو نمیفهمه. آدمی در چی درآمدی پروگرام آدم مثال بگیریم و لایک تمام با آخری برنامه شید بگی لایک بکش تمام چی میترسین؟ ای برادرای خیلی نمیشه هم برادر راست میگه. تو کجا رو میری ای خیلی مردمی ما نترسین مون این لایکتون همین درآمدی برنامه لایک تمام آخری برنامه لایک تگیر و همین خیلی میکنین همین یادو برادرای هستن همین هم دلخنک میشن اینا 3 برنامه دارو میگه یک تا میکنوشه و آیسته همین خیلی پس رفتن میگیریم. میگه شما برادر کوشش کنین شما برنامه‌تون کم نکنین که مردم ما رو بدور کردن در کره حتی جسور کردن. برادر عزیز نگاه کن وقتی در برنامه میدروی 2-3 نفر میدروی صحبت میکنن مثال میبینی که من 500 نفره من نگفتم که مردم شما 500 نفره 500 اونا لایک بینه 500 کسی 560 580 نفر روزی تماشا داره ما 200 اونا لایک نمیتونیم همین 500 نفر بکنیم. ما زیاد نه برادر عزیز 200 اونا این تا پیش 500 نفر بگیم ای نیمه کم شد نکی مثال نیمه کمش وقتی که مثال دستگیری نمیکنه وار بکنه دیگه میگه که برام بگم کفای کارم بشم. من بخدم میخوام که 10 ساعت در برنامه بشینم. من بیکارم میخوام که همین برنامه ها را بگذرونم. نه که متاسفانه مثال همین کارها را میبینم کم ترک آدم زیق مینه که مثال اونا شما برای وقت جدا میکنیم میگویم میام بخدا 30-35 اورای ساعتی کاری فایرادم دارن میگم بیا برای کار کن.
من 100% باور میکنم تو رو برادر 100%. من میتونم که برم قفای زندگیم بشم. نفرها زیاد اومدن در رفتن بگیم که صاحب همه چیشیدن. لیکن من اینجا مبارزه اومدم. من میخوام که برادر باید رحمان فیا طرفه بکنیم. هدف من این چیزه. بخدا اگر هدف من کار میشید در یگان چیزا میگفتم میرفتم قفای زندگی میبودم. اینجا 10,000 تاجیک همیشه اومدگیه. همش برادر میدونیم این مردم ما باور که همش همین یک گوده که 5 ساله همین وقتا میدونه که رحمان ویا دزه تمام اولادش تاجیکستان رو دزیده سیان ایرکو باور که همه میدونه نه که همه مردم با چی فکر میکنن که یک کسی دیگه هم بیاید ممکن رنگ همون باشه نه یا که ای دیگه چی میترسن که مثال تاجیکستان ممکن آباد کردن نمیشه. به خدا قسم ایکو باور کنی نکنی در میابینی همین 5 سال کو تاجیکستان رنگ دوبای کده میشه. بله او بویگری که در ما هست. من خودم همین به شاهد زنده بودم. سال 2011 بود. سال 2011 در مسکو بودم. در یک پریداچ تماشا کردم که археолог бромад гап зад ки мега ма дар кӯҳои помир 18 намуди санги қиматбаҳо дидум мега ки як намудша агар тоҷикистон ҳами чиш кина мегада ҳами коркард кина мега як намудша ранги мардами тоҷикистон ранги дубай зиндагӣ мекунанд мега лекин мега мо уҷа 18 намуд ҳамихе санго дидум мега ки вай археолог мега ки ҳоли мо бисёр кови мега бо бисёр чизо ҳаст дар уҷо неке мега ма ака ҳамин қиша ёфту мега дидум мардами тоҷик шумо аягон чӣ натарсем ба худо қасам давлати мо бояй ай ҳама тараф бояй лекин просто дар сири давамин мардами мо як инсони худотарс дар кора ки дуздӣ накунад агар ҳамин дуздӣ нашавад дар тоҷикистон ку ба худо қасам мардами мо ҳеҷ ҷода муҳоҷир намешавад дар ягон давлат наоборот ай дига давлатҳо модо омада кор мекунанд просто ҳамиро ку мардум як дар як фикр омада сарҷамъ шида ҳамин корро кардан дар кора фикри фарзандои ояндаи худто накунед не и барои бегона не фикри оилаи худто ку фикри фарзанди худто ку оянда фарзандат чӣ мешавад мо омадем мисол бигирем ай чизина дар Россия кор мекунем азобу машаққат кашидасем оя шумо ҳамин розие ки бо фарзандои шумо ҳолшон ай моро бадтар бо мешавад ана о ғулом ҳоли мо мумкин 80% ғуломем не ки фарзандои шумо 100% ғулом мешавад пага ира аётон набурорем любой намуд истифодашон мебарам фарзандои оянди моро барои ҳамин ку кӯшиш кунем лоақал ҳамун фикри мо ки надидем мисол хубира не ки фарзандо бинанд не ки бояд ҷасур шидан дар кора нотарс шидан дар кора мардуми мо нотарс буд не ки чӣ балозакш ин рӯз омада хеле шидиган ҳамаш ин нақши ҳамин давлатдории ҳамин ҳайвонай ки мо ҳам хел беилм мекуна нодон мекуна одами нодонро фиреб кардан ду крадуай не ки одами доноро фиреб кардан намешавад ани ир бифаҳм мардуми азиз ҳамин давлатдорӣ ду намудай як намудаш як президенти оқил дар корай доно нотарс худаш нотарс боша давлаташ пеш меравад не ки як президенте боша ки дуз боша трус боша давлат ба пастӣ меравад ҳоли ҳамин дар сири мо як лох биге мешуда ки ай путин метарса ай иш метарса ай ваш метарса худаш ки трусай давлатро трус кардига дар сири давлати мо бояд яктан мард боша ан у вақт давлат пеш меравад кӯшиш кардан дар кор як ҳамин хеле ай байни мардум миллионта дорем мо и хеле мардуми худотарс просто якти ҳамуро интихоб карда сири давлат мондан дар кора
ای همش در دست ما و شما مردم عزیز. سرجم شین دارید برآمد کنین، نترسه. هیچ که شما رو نمیفهمه. اگر میفهمیدن مرا میفهمیدن. در این 6 سال ما کم میبرم گاب میزنم در چو لایک هم وقت موندگی подписка любое время هست. خب تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا با یک نفر دیگه هست. سلام علیکم. مالا شما نیمه بیست من خیلی برادر بو قبول کردن گیری خیلی که بود داری بگو سوال میشه. چی میگوی؟ بله конечно میگم. فقط خواهش میکنم که برادر همون خیلی دشنام تحقیر نکنم. دشنام نکنم گل نیست. برادر عبدالخلیل ماترا 100% میفهمم. یعنی بیو بداشنم نه که امی چوپلوسایی که میبروین اونا چرکک اونا ایوبی کالاکاجیلا دیگه و دیگهش اما مورا تحقیر نمیکنم. برادر عزیز نگاه کده ما باید فرق بکنیم. وای آدمی دشنام میکنه اگر تر دشنام میکنه او دشنام یگان محل بطره نمیوه اون میره در ابروی قطعه میخوره بعد میوه در همطور سری خودش میزنه. فهمیدی؟ خیلی گپ نیست اگر تو بیگناهی اگر تو یگان چیزی نه اخورت نه دعا یگان چیز تر کارا نمیکنه برادر عزیز. و همین خاطر بگیم که به این چیزا گریخته نشه. گناهای تر میگیره ثوابای خچه میتید. این همین آدمی دشنام کن این همین خیلی برای لبای انسان بپرس. اینا به دشنام اینا بگیم اکه خیلی کنیم دا پوستی اینا. نه برادر عزیز نه رحمت هست زنگ بزن در لیچنی صحبت بکنیم انشالله میفهمی که چی گپای در دنیا. این خیلی این برنامه من زیاد گپا نمیتونم بگم که چیکار بکنیم برای که من کامیرام نمیتونم نشون. عبدالخلیل ما پروس اکه فکری ترا هم خیلی پرسیده سما میدونم چی گپای در دنیا. ممکن ما خود دا بسیار بفهم چی گپای در دنیا. اکه یک سوال دادم رنگی نمون کی ارزوی ایسو کنچکو شدیم هیچ گپ نداره تو هم باید جواب بگویی که اکی خیلی نیست که دیگه اکی بیایی جا совершенно секретне ما ЦРУیم КГБ تاجیکستان نه ما همون میشناسیم. یعنی ما امیرا گفتنیم که اوخی داژ یک جویا شوان کو برادر یگون کور به عمل نمیویه اوجا باید درن یک کسم یک پرسوی سالدات گفتی محمدی ول ببرویه در دستوی نام پیتوخی نامو رحمانوف наручник بزنه بگه که تی арестован. انا خیلی کورا کردن در کور ای بای خیلی میشوه گاب نیست نه ما طرفدارم ما زید نیستم گاب نیست مالادیس پسکای ببرویانی خیلی مرغ نشوه نه اخی بای خیلی با فکر ما که نمیدونم یا 20 سال دیگه خیلی میبریم اون بوریزه را ممکن روستا ما با دستش наручник بزنیم یا 40 سال پس همین فکر ما چه خیلی عبدالخلیل 100% برادر عزیز لبای فکر من قبول دارم. من آدمی خیلی دموکراتم. من لبای انسان چیزی میگه خوبیش میگیرم گندگیش دمو آدم بار میدم. اینو خدا نگهبانت. برادر عزیز هر کس فکر نظری خودشه نکی و فکر نظری من رحمانوف اگر همین مردم بخیزه باور بکنه دمو نه سلاح در کره نه بیل کلبان یگان چی باور بکنه پروس این مردم هم بخیزه. شما تماشا بکنید که مردم تاجیک در طول تاریخ خستگی نیست. ما در 100% طرفدارم برات. بچه همسایه‌مون سه باریش پرزیدنتاشو حالش میدن زندگی دارن که ایمو با او در روسیه زندگی دارن. بابا ایمو کمان نمیشون هم ایمو مایده همش ایمو مایده هم نیکی بگیم که ما داریم بگیم همه بگیم پستین در سردی ازیه.
انا میره چخل کدان در کور که ما دسترد نیازی اگر امی بگیم پیشور یک طرفه هم کدان نتونیم شتوب یک خلان قدری ما بخیزه نمیشه هم خیلو نشو برای غیر رحمانوف برادر عزیز یک طرفه کردن تو به آورو نمیتونی شده به خدا من تو به آورو نمیشیم وقتی که رحمانوف به سر قدرت رحمانوف انا ما همو فکر داریم که وقت یک پوتین نمیخواه که مردم تاجیک سر بالا بکنن باور بکنه کنش اگر پوتین پیتو خواهید شد ما زندگی دوره 15 دقیقه 15 دقیقه ده ولایت در تاجیکستان حلش میشه نه که پوتین نمیخواد برای پوتین ویگد نه برای که رحمانوف 201 دیویزیه را 50 سال $1 یک سال شه $50 گرفته که برای نالوگ نمو بگیم که 201 دیویزیه روسیه در تاجیکستان در 48 سال $50 گرفته که $50 نمیدونم برای ممکن برای هم کاغذها گرفته که هم کاغذها هم قبشیدن همون چه این هم 48 سال ما اکنون اوه نامزد میستم ما نمیتونیم ورسر کرده یک کارایی میکنه که خر خنده میگیره بزا بازی باید این یک کاری بکنه که این اکانی تیلا را میتیه 70% 70% اونا میگن 30% ما را میتیم این قتیلایی که استحصال میشه تاجیکستان گیجو میشه که بودجه دولت نمیوین ما میگم انا ما 70% شو میگیره 30% شو ما را نمیتن ما اوترا نمیتن 30% شو مو درنی کماد میروه همونجا گوم گور میشوه و خودت میدونی که کیه ده حکومت ده سر حکومت فهمیدی؟ امی مردم نمیدونی سوشه پروسه ما ده امیش اینترس نیای امیو خچون ایو با گوسپاندی میدوزن یا که ناتورال گوسپاندن امی را کی ما ده جواب میتونه بته امی سوالی ما ده ای تو قطع ده نیست الماس سوال یعنی любой برادر کی نه ببره چوپلوسه ما نمیدونم برادر موژیکای کونلیسه کوی باشه نم باشه نمیشه هم یکش ببره همی سوالی هر دی موده جواب بده یک جوابی خچه متاسفانه همون خیلی نفر پیدا نشد ما 600 نفر تماشا داره برادر عزیز ما تا حال نتونستیم همون 200 دونه لایک کرده یا که یک نفر نمیتونه ببره من فکر میکردم که قریب 1 ساعتی برنامه که من مشکلی در خودی من ایجاد یک مشکلی دارم استریم که مثلا اگر همون یه فونسش اگر نکشیم مردم وارد چیده نمیتونن من هم خیلی فکر میکردم من بعد 1 ساعتی برنامه در اومدم نه همه توغوری های متاسفانه امروز مردم خیلی که مردم خوابان یا که تماشامون نمیکنن خب برادران گرامی قدر یک بار همجا خواهش میکنیم بنویسه که ما چند دونه بگیم که لایک داریم خواهش همینه بار بکنید نگاه کده برادر عزیز من هم یک چیز میمونم باید بار دیگه اگر شما بسوادی اینو را بینیده یک بار دیگه موفقی طلب بیا مای روزی کنستیتوسیا سرخانون وای ارتش ملی کدوم دولت دولت تاجیکستان برزید کدوم دولت با کدوم دولت غلبه بود سوار هم تاجیکستان است چه چه غلبه بود سوار کدوم غلبه جنگاوران برزید کدوم غلبه سوار برای قشلاق دمجنی گارانتی کنم برای قشلاق روز دوشنبه باباز برای قشلاق روز استقلالیت 9 مای آه 9 مای روز فلک کیف کرده سود شما مردم میگه که روزی فلک روزی استقلالت میگم که تو خطا کرده با خندیده میگه که روزی فلک شما بخدا کو یگان چه نمیدونن مردم کو باور بکنه کو بغرضی در مکتب چخه پل کندن در دانشگاه ها سوم کندن ای طلبه ها یگان چیز همینو یاد نمیگیرن باور بکنه عبدالخلیل ایو
15-16 ساله انی بیچاره یا همو تولد شدگیشون کتابی همی الف بوده صورت همو پریزیدنت دیدگی صورت پیشوشونه کنش یا سجده میکنه. برادر عزیز همجا یک نفر اومده همو سوال چی بود که یا بارگه سوال بکی که یکی همین جواب میتیا درباره ایمنا چی؟ درباره پیشوشون یا که نه من نمیدونم برادر خیلی یک نفر اومده گفتی که همجا یک نفر باشه که بیا در سوال ما جواب بتی همون سوالی که میخواستی که این مردم جواب بگیری کنی همین برادر محمد بفرمو. ببره برادر محمد گپ نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدام هسته؟ علیکم سلام. یو هم سوال تا بگو بخشش من نو در اومدم در همی افیر کم ترک کار داشتم نو به کار شدم در اومدم بخشش که اولی افیر نبودم عذر بسیار ای پیش ای سوال تندن ما یک گپ زنم اگر اجازت باشه اکای الماس. بله ای همش همی 30 ساله مهنت و زحمتی پدن حالتی این همی جنوبی اولیای با بانو پیشوبی میلاد بخشش مردم به سعودیش به اهمیتیش این همش میگن که او در جاو کشتی جاو میگیری یک مطل است که خمونده لیکن ای جاو کشتن ای جاو چی شده یکا چی میگنش اویوس داشت همون جاو هم نشید خوی او تو هیچی نشد هم بود شید رفت اسمونده وایره برادر بود کدیسی هم خودش بود شدگی نیست این سیستم دولت خودش همین نروش مردم همین خیلی میکنه که نادان باید باشن به علم باشن شما چو ایر نمیفهمین ای اگر ای خیلی نکنه دولت کرسی خودش پیش برده نمیتونه در او کرسی نمیتونه برادر جان عذر بسیار مردم اونجا فهمیده است فهمیده بدور شده 50 60 70% اولش خدا آخرش خدا بدور شده بعد یک چی دیگه بگم برادر اجازت باشه یک مینوت ایودم نبرویا همی برای چاپلوس ها میگم یک چیز برادر بیا بس کنین همی کروتو من اگر بخواین که همی آینده فرزنداتون رنگ خطان همی خیلی ترسانچک نباشن رنگ خطان سگ وری عذاب نکشن برادر بیاین بس کنین همی چاپلوسیتونا تعریف هیچ کرا تعریف کردن در کار نیست یگم کس لویق یگم چی نیست در این دنیا این فهمیده بگیرن لویق بدگی ها مردن رفتن 1000 ساله پیش نه امام علیش تعریف کنین نه پریزیدنت میومدگیش تعریف کنین بعد ایوش تعریف کنین یگم کسا این گفت حق برادر مخصوص بخشش پیش گفت تونده اوزر که اجازت باشه مخصوص اویلای خدمون گفت میزنم که فرزندی پدری مرا بگنو بوده محکم کرده بودن همو با مرا برومد دشنام کرد گفت قابه گفت که چی وقت با میبروی چی وقت میبروی پوت دولت گفت میزنی کدومی دولت اخی کدومی دولت ای با همو بر همو پدر مادر برادر همو اپا و خوار همه همو را بر بکش من روزیم والله قسم برای هم عبودی خلق باشه اگر والله قسم بر بکش 100% راست میگی برادر گپت حقه میگن امام علی رحمانوف پرزیدنت بهترین است این مردم زنچید همین به سویتی و همین مهاجر بدن به حد دوست می داشته در دوران مردم در کذا دوران که رحمانوف زور آید الماس برادر عزیز چیز کامنتاری خوب می نویسه کو
به دشنام اگر رحمانوف هم تعریف میکنه که من اون نفر نیستم که نه بجاش کنم بستم میمونمش مردم بگذار ببینه که مردم دوره رحمانوف طرفداری میکنه نه نیست که امومالی رحمانوف پرزیدنت بهترین است اینا وای درست میگه وای بروی خودش هموی که همه خیلی نویسگی های وای آتش یا کوریگری هموی های زندگیشون 100% رفته است و وای بروی کروگ خودش بهترین کنش نه که بروی مردم ما یا عجله های این فهمیده بگیری بروی خودش بروی فرزندش بروی برای یک خان در خونهشون پایکای همون آدمی نویسندگی را تحش بکو ممکن که یک آتش یا برادرش یا یک کسی در رسیه باشه خروره از او کشیده باشه با الله قسم اونم نویسندگی اگر کسی که باشی بشنوی برو کرونا در دست بگی من اینم روماوی میکنم کرونا ما هم در دست میگیرم گودک حضرت که کی میسود یکم هیچ تور در غلومی نیستای ای آدموی را میدونم که در رسیه توبه کردم خودم خنکشون زدگی های پرستاتیت چیدگی هن خروره با ایام پشتیگری میگیرن پشتی میگیرن ایام پشتی میگیرن میفهمونیشه با زبانی توجیکی با زبانی روسی با زبانی ازبکی میفهمونیشه میگه برادر نباید ما و تو در این امجا باشیم نباید در این 30 گرادوس خنکی در کار کنیم ما باید در وطن خمون کار کنیم در پیش پدر و مادر در پیش فرزند گفتی برادر گفتی یوانیا او رو شریکاش او خیلی آدم نمیرسه 99 همایو 99 نیست 100% بود تعریف میکنه که دیپلم دارم گفته بودم دیپلم دارم جایی هم دیپلمای حاضره تاجیکستان یکم تاش درگان جو کار نمیره ولی 100 تا دیپلم هم گرفته باشه رنگ همون رستم امومالی گرفته گه اخی که ما خریدگی های در خونشون گو گوسپند نمونده رفته دیپلم گرفته گه او خیلی دیپلم های و درگان جو کار نمیره گپ توره که ما دوره سیوز رفتندگی هم همینه قبول کنیم چخیله برادر مرا همین چی برور که من ایجا نشیده است همین کشک سما یادو کار دارم ایدم هم کارون شنبون برادر خیر خب سلام علیکم بفرمو برادر سلام ما برات رمضان از اون سیستم کاملا کاملا برو آلمانجون برادر نشیده است رمضان استریم چه می‌دونی همون لینک همه چی شما میدونه پروستا شما یکم بار یکم میدونم همین چطور نشیده است نمیدونم من توریه مردم من اسدالله ندارم برنامه‌تون میدونم من سوال زور داشتم نبرم اسدالله اونجا شتگی اسدالله اونجا شتگی منتظره که یک کس نمیاره بگیره بازی میاد بدون رسم تیموس اسدالله بیا که مخلصات پیدا شدیم مخلصات پیدا شدیم بله خب تمام بیا ان شاء الله که قبولتون میکنم همینجا بیا ان شاء الله زنگ میزنه ببینه شوخی اگر برنامه تماشا داشته باشه ان شاء الله ما او بینو درمانجو زنگ میزنم تمام گپ نیست خدا نگهدار من سوال زور دارم تو رو اوزم در حضوری گشته برام گفتم پرسش گپ نیست ان شاء الله یک نوع سخت که تمام اسدالله بیا کو حالا مالی اسدالله بیا که شاگردات پیدا شدیم میگم بیا یک سوالش داریم خب اسدالله نیست خب این برادر محمد 1 دقیقه بیست مگه 63 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اکه عبدالخالق خوبی تینجی سلامتی خوبان؟ تشکر برادر الحمدلله خوبیم انشاءالله خوب باشین الله همه برادران نگهبان باشد و یک چند سخن گفتم برای این برادرایی که یعنی که اینجا برآمد میکنن یک چیز است که شما برنامه میکنین و مردم برآمده یعنی که فکر عقیده خودشون
گفتی خچون میگن یعنی که هر یک کدومش بروید نه کمتر ای 5 تا 15 دقیقه صحبت میکنن. اگر که همین 10-15 دقیقه که همون صحبت میکند، اگر همین صحبت همون اگر با منفیت مردم نباشد، یعنی که او الکی در همین اول خط او خطا کردگی، یعنی که راهی خودش نیفتگی تا حال راهی خودش نیفته است. به همین خاطر کدامش که صحبت میکنن این یگان کسی که میگه که من مسلمانم، او حق ندارد که یگان مسلمان دیگر اگر اون بدبخت باشد، اگر اون ایدین هم خارج شده باشد، اون هر چیزی که نباشد حق نداره که یعنی که دشنام یگان گپی بیزه بگه. به چه خاطر؟ به خاطر که اگر میخواهی که دشمن را برای خود دوست بسازی، با او با محبت سخن کن و برای حق رسیدن چطوری که حاضر یعنی که برنامه های شما یعنی برای حقیقت، یعنی که مردم برای آزادی دعوت کردن، اینجا همین طور است. یعنی که مردم باید که فکرانه عمل کنن. این راهی نیست که یعنی که با راه زوری، با راه عصبانی، با راهی که یک برادر قطعی صحبت کنی، جنگ جنجال کنی، یگان دشنام کنی. به این عمل هاشون 100 سال دیگر تاجیکستان به همین واقعه خودش یعنی که مردم زندگی میکنن. تا اگر تاجیکا با هم دیگر دوست و برادر نباشن، هم فکر نباشن، تاجیکستان هیچگاه عوض نمیشود. چطوری که سال 92 یعنی که یک شخص یعنی که شیر الله باید که پرزیدنت میشد و با سبب برادرایی که در بر خودش بدن، یعنی که نه شما را مثال میبریم که ما در بر شما هستیم و با سبب ما شما پرزیدنت نشدین، همین طور شد که با سبب همون برادرها و با سبب همون شخصیت هایی که اون باورشون کرده بود در بر خودش گرفته بود، اونها یعنی که در همون چخری اون تیله کردن و راهی کجا گرفتن. میتونستن که همون دستگیری کنن، میتونستن که همون یعنی که همه آوازه در همون پرتوین تا همون پرزیدنت شود. لیکن حاضره هم که باشد همین مردم با همون عقیده پیشکی هستند، با همون فکر پیشکی هستند. یعنی که مردم میترسن. یگان اولی ایپاس تلفن بعضیش گم میزنه که شما ایتا هستین، شما اوتا هستین و شما مرغای اینش ایتاره. نه برادر، پیش از اون که کسی را میگوی که تو مرغ هستی یگان چی هستی، پیش همون سخن گفتن به فکر کن که آیا خودم لایق با همین یعنی کمی مبارزه را پیش بردن دارم یا که ندارم. اگر که ما بخواهیم که دولت ما آزاد باشد، دولت ما یعنی که مردمش آزاد باشد، پیش از آن باید که با هم دیگر دوست و برادر حقیقی، دوست و برادر سخن اینه که یک کس برادر بگوی لیکن در برش نباشی. خب برادر عزیز، یا جهان تشکر، درست میگوی. خب برادران گرامی قدر، نگاه بکنید که ما همجا خواهش کردیم که برادرای عزیز بگیم که همون لایکاتونا بگذاره، بگیم که 200 اونا بشه. ما 620 نفر ما را تماشا داره. متاسفانه ما نمیتونیم که 200 اونا لایک بکنیم. این سوال ده شما خطون چه خیل مثال بشینیم و برنامه بکنیم برادرای عزیز. باور بکنید خنده‌آوره. من نمیگم که 600 نفر 500 نفر لایک بمونه، نه 200 دانه زیاد در کار نیست. ما 170 دانه لایک داریم از 625 نفر. و خیلی مثال من مبارزه را مثال پیش برم. همین سوال برای خودم
دلشی بریم یا که من 2 ساعت شد برنامه میخواستم که 2 ساعت برنامه بکنم و همین خلاص راست وقت دستگیری نیست برادرای عزیز لوچی برای بگیم که پارک دا بگردی که خوبتره قطعی کودکو باور بکنید بیای دستگیری بکنی بیای برادرای عزیز صحبت بکنی بیای یک کاری بکنیم که سر یک مسئله یک روز پیشتر بیاییم وقتی شما در اون طرف میستیم و در این طرف میستیم هر کس بگیم پرینسیپای خودش داره به همین خاطر ما نمیتونیم که به همون سلمون برسیم به همین خاطر باید ما چیزا رو همیشه یک طرف بگذاریم بیای برادرای عزیز تماشا داره اینجا 650 نفر نه خب 650 نفر 200 تا بگیم همون شهر مرد نباشه که من نگفتم که 300 400 500 200 دونه بگذاره همون لایکاتون برادرای عزیز ابونه بشین باور کنید مرا همین بیننده هم 73% همین خیلی به پادپیسکن پادپیسات کردگی نیستن استاتستیک اینجا نشون میده که مثال چند خودم تر اگه ای تاجیکستان ای روسیه ای ترکیه مثال چند دولت ها نوشتگی که اگه جا من همین برنامه من تماشا میکنم خب برادر خدا نگهبان کجا کی بودی زنده باشید سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام برادر فرمایید مردم توجیه همه چیزا ما خودمون راه دادیم نمیگفت یک طرف قبیدن یک طرف بردن دیگرش تماشا کردی سو میگفتی هم یک زن قبیدن بردن محکم کردن نو ژورنالیست که همه تماشا کردی سو برای همون همین گپ میگنش که در کارش نرسن سختش نرسن همین چیز نستان داره اینا ما یکمون شای خودم میگم همین 10 میلیون در پیش همین رحمان و هم تو شدگی ما اول خودم میگم فهمیدی همین چیز اعتراض قبول کنید نه اگر مردم دوره من از اهمیت داده شدم ما 50 تا 50 نزده شدم من 50 تا 50 مثال بگیم نزده شده همین چیز که من همین ندیده شدم که ما 50% طرف رحمان فای 50% طرف مخالفین باور بکن من همچه احساس ندارم من 50 تا 50 احساس ندارم همین والله زیادتر بگیم که به طرفن نه طرف اوسنا نه طرف ایسه درسته بیننده برادر اینا ترسنی اینا حیف ما میکنیم همین برنامه رو میکنیم برادر عزیز به خدا قسم دروغ نمیگم برای لبای انسان رو برسه که در همین اروپا همین کرانوفشیک باش نکران چند سوم اویله کرد ساعتکی ایجا 25 تا 30 یورو را ساعتی کاری های من میتونم که حاضر دعوتم دارم که برای کار بکن من میخوام که من مبارزه اومدم به خدا نیتی من کار نیست اینجا نیتی من در اروپا موندن نیست من میخوام که یک روز مردم سرجم بشه بریم یک سری هم مسئله بیاییم به خدا اگر من میتونم که لبای کار در همین اروپا بکنم برای خودم خونه در همه ای چیزا من به خودم بکنم برم نمی کلوب کاکم و بجخم بگم برم خفای زندگی بشم نکی نکی من دیلم برای چی میسوزه این آدم ها را بردن بگناه زندان کردیان ما اومدیم اروپا دیگر نفرها هم هستن که جا بگم اینومی همین مخالفینی که پاژیزنی زندان شدن یا زندانی چند سال شدن ارو همینها همین حکومت های بگم اروپایی بگم ما را قبول میکنه که ها اینا را بگم برادراشون هم سنگراشون هم حزباشون هم گروهاشون زندان کردگن و همین خاطرها بگم ما را بگم که پناهندگی قبول میکنن در این دولت ها اگر اونو نمیشتن دیگه ما چی می اومده میگفتیم برای خاطر هوای اومدیم باید ما یک کاری بکنیم که برای خاطر همون انسانهایی که در زندان هستن من به خدا برای آدمای برنش کو گپی ندارم بیا رحمانوف همه این همین زندانیایی که هستن با بگیم که بعد 307 158 یعنی سلفی و پاکتی گفته برده مردم از زندان کرده همه اینا رو آزاد بکنن من دیگه رحمانوف یگان چی نمیگم یه استاپ میتیم برم زندانی ما خلاص کنن توکلتون به خدا من زندگی خوبه میرم دیگه نکی ما نمیتونیم همون یک کاری که
لااقل نمیتونیم یک کاری بکنیم که اون زندانیام رها بکنیم. ما دولت علش کردن نوی طرف بیسته. هم که مردم ما نمیشه صدا بلند بکنن. خب برادر عزیز من زیاد دوستان بفرما. برادر آلماس صدام بله رفته بفرما برادر عزیز من. همین میگو کدام میان در همین جمع فضل ما میبینن همین دولت بیرون همین که گفته صحیح همین چیزا همین میروان در هم در بچه‌شون خودشون میبینن همین لوگوی کس همین ظلم میبینن در توشون نیک خفا برادر عزیز آخر سخن که آخری برنامه خداحافظی میکنیم. ما همون نترسین یگون ای ترسیدن یگون گفت یفو پیشروی نمیکنی هم کاترسین خفا میره نترسین بچه هم طرح گنه خفا بدیل و بگرده بگیرین بچه والله خواستم یگون قهر نکنم ما اول خودم گفتم نه اول خودم ساعت کردم همین 10 میلیون در این پوزیشن در این رژیم رحمان در این پیش رحمان توخ شدگان تو قانون به خدا خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر اینجا استودیو 3 نفر دیگه است قبولتون میکنم خداحافظی میکنیم. چی گفتی؟ چینون داره مجاهد بعد نه محمد تقایف یا کو مجاهد. سلام علیکم. او بگی و علیکم السلام و رحمت الله. همی اخیرون همی سخن بگیم با هم برنامه تا انجام تی بوبوی الماس مقصد هم برای مردم توجیکستان افتادیم که مقصد ناموستون چکنین کروچی فتیگاپو نترسین سختم برسه کی رنگی مرغ نشین دا مقصدی گپ باز زنده بشین البته تو که غلومی رسوم میشین فتیگاپو در مثال 45 بردن هممون کشتن فتیگاپو برای می کمونیسم مردن رفتن. برادر عزیز اگه جای هستی که صدا میویا یک نفر دیگه هم صحبت داره. تمام اینا چی میکنیم میره فتیگاپو خیلی فتیگاپو هم گفتنیم که مقصد نه ترسنده مقصد هم میروان غلومی هم رسول در رسول همشون هم میکشن میپرد کردن جنگ اوکراین برای هم فکرشون نکنن هم مبارزه ما هم مخابر هم چی هم مجاهدو در یردم کنن ما هم مخالفو هم امومالی پروست فیلمالی با زبان فقط نمیشه و با مول و با همی چون جونشون خیلی نغز میبینن جونشون هم خیلی نغز میبینن که باور که جونشون هم شیرین شدگه که باور کنم که همی جونشون نغز میبینن خیلی نغز دیدن گیرن همی قلان یردم کنن مبلغ قطعی فهمیدی نه ترسن برای همی فتیگاپو بس غلومی گفتیگاپو خیلی تمام قگاب داشتن دیگه برنامه بود من خیلی مردک همین انسانی که مرده کو الله مرد و فریدگی همین که سخن بسیار در کور نیست مودم انسان مرد باشه کو باید در کور نیست بسیار سخن همین سخن بس ایشه مرغ نشوند غلوم نشوند تمام بخیزن تمام. سلام علیکم کروچی. خب برادر محمد تقایف سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستید؟ تشکر برادر عزیز همین خیلی بفرما. صدا میره؟ بله صدا خوب آیا. موضوع درباره چیست امروز؟ همین خبرهای سرجمعی ملت میخوایم که مردم بگیم که زنگ بزنه یک سری هم مسئله بیویم همدیگر را بشناسیم یک کار بکنیم. باور که امروز خیلی مردم ما 600 چند نفر تماشا داره ما امروز باور که خواهش کردیم که برادر عزیز 200 دانه لایک بگذاره نتونستن به همین خاطر بگم که 2 ساعت گذشت بگیم که خداحافظی بکنیم خوبتره. فهمو خیلی گپ و گذار کتی رحمانوف هیچ نمیرود باید ما سر جمع شویم. انشاءالله شده ایستاده ایم صحبت ها رفته ایستاده است کریدورهای هم باز شده است 200 مرد جنگی به از 100,000 دیگر یگان کس لازم نیست. رحمانوف تنها با زور سلاح یک باره میکنید و به گپ نمیرود. انشاءالله رحمان امید دارم که همش خوب میشود. مردم مظلوم توجیک از تک دست این مادر به خطای
فیسبوک و تیک توک و یوتیوب نگاه میکنی تمام مردم به عفت و شرمندگی و سبحان الله نخواد تو همین درجه مردم تاجیک رسانده باشن مردشون در بدر خاک به سر غلامی و در بدری و اونجا خواهر و مادرشون در نزد رقاصه های در نزد اون نوجوان مردای بیناموس تمام کودک های براوردن تماشا دارند و اشکالی که وضعیت بزیب 5-10 ساله های مردم اگر به خاطر همین پول حرام 10 بار مراجعت کردیم که مردم سال 2022-23 اگر در یاد داشته باشید برادر مردم به وطن برگردین هیچ کس گرسنگی نمرده است حاضر 1000 نفر بردین اونجا گریه نال دارن که رحمان ما با کمک کن ما یعنی در خطریم مره یعنی بار همونجا من شما خدازده ها با 10 بار ویدیو کردم که به وطن برگردین اکنون رفتی اوکراین سگمور میشوید دیگه یکان راه نیست رحمانوف دین پدر نلتی آخی پدر در مسکو بود حتی مهاجرایی که 5 میلیارد و 500 میلیون دلار روان کردن آنها رو حد اقل رفته کتیاشون وانه خورد و یکان صحبت نکرد پوتین که کتی دیگر این مردم عذاب و اذیت نتید نفکرهای پدر نلتی تو حرام زاده هم پوتین پدر نلتی آخی پدر رحمانو فرار کرد گریخت همه دستروش نشته گریخت روزی 10 می شب 10 می بله اینا تنها همین 200 مرد جنگی به از 100,000 آشکار گفتن در کار ما میداریم تو رو کوز میمونیم تمام ما نه تروریستیم نه اکستریمیستیم ما میخوایم که مادر و خواهر زن تاجیک از ظلم و ضلالت تو از شرمندگی تو از به عفتی تو رها کنیم دیگه ما هیچی نمیخوایم به همین خاطر مبارزه قربانی میخواهد مبارزه باید چقدر مبارزه بود باید از بحر تمام نزدیکانت گذشت باید جاگهک گرم و اچاق گرم زنکت فراموش کنی وقتی که دلت برای ملتت میسوزد 6 سال 7 سال بیزن میگردی بله برادر عزیز من آمادم که قتیل لبای انسان سلطت قطاری بشم برم نکی متاسفانه ولی من نیدستم یکون نفر و مثل من پیشنهاد داشته باشه که بیای سرجم بشیم بیای بریم یکون کار بکنیم متاسفانه من یکون طرف ندیده شدم این چیزا چیکار بکنیم برادران گرامی قدر دستاتون در نکنه کسانی که در برنامه صحبت کرده کسانی که بگیم کامنت کرده بگیم که برادر عزیز آخری برنامه بود و فکرم که پرتافت داد محمد آقای خیلی بیا بر دیگه من راستیش برادر عزیز میگم که خارج بشم خوبه برای که اینترنت بیزه برادر عزیز 700 نفر تماشا داره باور بکنیم ما 180 دانه لایک گرفتیم باور بکنیم که خنده‌آور ایده یا برنامه سیاسی یا برنامه‌ای که بگیم که میخوایم که یگان کار بکنیم برای همین ملت یا بچه ما با روسی گپ نزده شدیم ما با زبان تاجیکی گپ زده هستیم ما نه رسا میفهمن این لهجه منه نه بگیم که افغانا میفهمن نه ایرانی و این همین فقط هم 4 مردمی خودمون میفهمن 4 مهاجر من میفهمم با من با ادبی خیلی صحبت ندارم که مردم بگیم که ایرانی و افغانی ها من بفهمن من کوچگی صحبت دارم که همین آدمای کوچه من بفهمم متاسفانه ما را 600 چند نفر تماشا میکنن ما 200 دانه ما 50% لااقل نه ما 40% نمیتونیم که بگیم یک طرفدار پیدا بکنیم و چخیل مثال بشینیم اونجا 4-5 ساعت و همین خاطر برادر عزیز شما باید من بفهمید بخدا کو من اینم میگم که دیگر روزای شنبه ای سپاس بگیم که میبرایم صحبت میکنیم غیر صورت دیگه نمیتونم من برام صحبت بکنم برای چی برای که من برام سری کار برام او برای من خوبتره که من برام در 1 ساعت 30 یورو 28 یورو بگیم که میگیرم من بیام در اینجا بشینم مثال وقت جدا میکنم بیکارم میخوام که مبارزه ببرم میبینم که پدیشکن نیست چیکار میکنم مثال من زندگی دارم 7 فرزند دارم من باید برم
من خانه ندارم در یگانجا. من رنگ یه خیلی آدم وارد در ترکیه و در روسیه خانه ندارم. در هم تاجیکستان دارم. ایوب نشون داد خیلی خانه. به همین خاطر باید من بگم که برام قفای زندگیم بشم. همین قشنگ فهمیدم. برای که وقتی که میبینی که مردم نمیخواه یگان کارا دیگه مجبوری که برای قفای کار بشه. باقی خدا نگهبان برادرها. انشالله که تا برنامه‌های دیگه خدا نگهبانتون. سلام علیکم.